بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خوبان، مهربانان. امیدوارم که هر کجا که هستید توفیقات الله متعال روزافزون باشه برای شما و هر روزتون بهتر از دیروز در دین و در دنیا. الله را شاکریم از اینکه بار دیگر این فرصت نصیب ما شد و فرصت خدمت به شما خوبان و بینندگان عزیز توفیق گشت برای ما و همکاران ما در وصال حق تا با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. در دو برنامه گذشته درباره یک موضوع بسیار مهم با شما مباحثی رو آغاز کردیم و درباره اهمیتش سخن گفتیم. درباره موضوعی که وجه تمایز این امت و وجه برتری این امت نسبت به امتهای گذشته نامیده شد در قرآن کریم. همون موضوعی که الله متعال وقتی که از لعنت و هلاکت امتهای پیشین سخن گفت، یکی از موارد این لعن و عذاب و نفرین ترک این فریضه و این مهم بود. همون موضوعی که رعایتش سبب بیمه شدن و در امان ماندن از عذاب الله تعالی است. همون موضوع مهمی که سبب احیای جامعه اسلامی میشه، سبب احیای مفاهیم دینی میشه. همون موضوع مهمی که هم عقل و هم نقل بر اهمیتش تاکید دارن. انسان مسلمان انسانیه که خیرخواهه. به تعبیر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود الدین و النصیحه. دین یعنی خیرخواهی. وقتی خونه همسایه آتیش بگیره، وقتی که همسایه دچار مصیبتی بشه، دچار حادثه‌ای بشه و دوربری ها اطلاع پیدا بکنن، چی کار میکنن؟ نه تنها مسلمانان بلکه هر انسان آزاده‌ای در همچین شرایطی سعی میکنه که به داد اون برسه و به اون کمک بکنه تا اون رو از این حادثه و از این مصیبت نجات بده. حداقل در محیطی که مصیبتی میاد، حادثه میاد، اول سعی میکنه که انسانها رو خارج بکنه از اون فضا. کودکانی در اون فضا هستن، زنهایی هستن که پا به سن گذاشتن یا مردانی که پا به سن گذاشتن و نمیتونن خودشون از اون حادثه و از اون مهلکه خارج بکنن. انسانها همه در تلاشن که چگونه کمک بکنن به اینها تا اینها رو از این آتش، از این مصیبت، از این دردی که بهش گرفتار هستن خارج بکنن. بعد از اون باز به فکر این هستن که حداقل بخشی از سرمایه‌ای رو که داره از بین میره نجات بدن. این یک حس انسانیه. هر انسانی این حس باید در وجودش باشه. یکی از نقاط تفاوت انسان با حیوان هم همینه. انسان نسبت به دور و بر خودش نمیتونه بی توجه باشه، نمیتونه بی تفاوت باشه. وجدان انسانی نمیپذیره. ضمیر آگاه انسانی راضی نمیشه وقتی که ببینه دور برش به یکی ظلم میشه، ستم میشه، مورد شکنجه قرار گرفته یا خطری اون رو داره تهدید میکنه، دست رو دست بگذاره و یه گوشه‌ای بشینه بگه به من چه، بره و از بین بره. این انسانی که این گونه صحبت میکنه و موضع‌گیریش این گونه است، این انسان مشکل داره. این انسان باید مراجعه بکنه، یه بازبینی بکنه به خودش و دوباره از اول اون صفات انسانی رو که یک انسان باید داشته باشه باید ببینه که چطور میتونه کسب بکنه و این گونه نباشه که ببینه نابینایی داره میره و چاهی در برابرش هم هست، ساکت بنشینه تا اینکه خدای نکرده اون نابینا به چاه بیافته و یا اینکه مسیری که به دره منتهی میشه و میدونه که با سرعت داره به سمت این دره میره، دست رو دست بگذاره و تماشا بکنه که اون شخص چگونه هلاک میشه. امر معروف و نهی از منکر دقیقاً همین تعبیره. همین وجدان آگاه ضمیر درونیه، همین احساس هم نوعیه، همین احساس محبت و احساس
همیاری نسبت به دیگران است. امر معروف و نهی از منکر یکی از ویژگی‌های پویای امت اسلامیه که هر مسلمانی در هر سن و صنف و جنسی که هست باید این فریضه رو اجرا بکنه. اگر کم میدونه از علم دین، همون قدری رو که میدونه باید بهش بپردازه، از خودش شروع بکنه، اطرافیان خودش رو و جامعه خودش رو نجات بده، چرا که راه نجات و برون رفت از زیانمندی امر معروف و نهی از منکر. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم به زمانه، روزگار گواه است. تاریخ زندگی انسانهای خوب و بد شهادت می‌دهد که همانا انسانها زیان کردند، انسانها در زیانند. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و تواصوا بالحق و یکدیگر رو سفارش کردند به کارهای خوب، به کارهای نیک و تواصوا بالصبر و یکدیگر رو سفارش کردند به صبر، صبر در عبادت، صبر بر ترک معصیت و صبر بر مصیبت و حوادثی که پیش میاد و همون معنای عامترش نهی از منکر. انسانها در زیانند مگر کسانی که ایمان آوردند، عمل صالح انجام دادند و امر به معروف کردند و نهی از منکر. درباره اهمیت امر معروف و نهی از منکر از آیات کلام الله مجید سخن گفتیم و درباره عواقب ترکش هم صحبت کردیم. درباره فوایدش هم کارشناسان محترم برنامه به تفصیل سخن راندند و قرار شد در این برنامه با شما عزیزان درباره صفات کسانی که امر به معروف و نهی از منکر رو انجام میدند صحبت بکنیم که انسان چگونه میتونه که این فریضه الهی رو بهتر و بهتر انجام بده و چه صفاتی بهش کمک خواهد کرد تا اون گونه‌ای که شایسته است حق مطلب رو ادا بکنه. امروز درباره صفات یک دعوتگر خوب صحبت خواهیم کرد و درباره اسالیب دعوی و آن چیزی که در این مبحث باقی مونده و سعی می‌کنیم ان شاءالله در این برنامه بتونیم جمع آوری بکنیم این موضوع رو. خوشحالیم از اینکه یک بار دیگر در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هستیم، استاد علوم اسلامی از دانشگاه اسلامی اسلام‌آباد. جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و خدمت تمامی بینندگان عزیز و محترمم در هر جای جهان که هستید و همچنین خدمت دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و از اینکه بر من منت نهادید و این فرصت رو دادید تا بار دیگر در خدمت بینندگان عزیز و شما عزیزان محترم باشم. کمال سپاس و تشکر رو دارم. در خدمت شما هستم. خدمت از ماست. ما هم خوشحالیم از اینکه این فرصت بار دیگر در اختیار ما قرار گرفت تا خدمتگزار شما و در محضر شما باشیم. جناب دکتر درباره صفات دعوتگر در برنامه گذشته درباره اخلاص صحبت کردیم و درباره علم جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری تشریف داشتن و در این باب صحبتی داشتیم با ایشون. من دوست دارم که در این باب ادامه بدیم موضوع رو همونجوری که وعده داده بودیم بینندگان عزیز و ارجمند. یک انسان دعوتگر یا معنای عامترش کسی که امر معروف میکنه و نهی از منکر میکنه و دوست داره که در این میدان وارد بشه، دوست داره که سبب هدایت کسی بشه به این امید که اون هم سبب هدایت جمع دیگه‌ای بشه و عبادت‌هایی کن انجام میده و فضایلی رو که به دست میاره. یقینا یک نسخه به حساب این هم نوشته میشه بدون اینکه از اون چیزی کم بشه. به هر حال دوست داره که یک حساب جدیدی برای خودش باز بکنه، سرمایه‌گذاری‌هایی داشته باشه برای آخرت خودش. چگونه میتونه موفق باشه و چه صفاتی کمک میکنه بهش در این امر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بله، یک مؤمن باید یک دعوتگر باشه. حالا این همون که در جلسات پیش هم اشاره شد به این که این دعوتگر بودن و درد دیگران رو داشتن با یک دید مسئولیت طلبانه به خود و جامعه و اطرافیان نگاه کردن، این وظیفه هر مسلمونیه و هویت دینی اون
مبنی هست بر این، یعنی این اختیاری نیست که من بگم آقا من میخوام دعوتگر باشم میخوام نباشم. نه خیر، اگر شما مسلمون هستید باید دعوتگر باشید. حالا در این مسیر دعوت خب یک صفت و ویژگی هایی فردی رو انسان میتونه کسب کنه و باید داشته باشه. در واقع یک فرد مؤمن چیکاره است؟ میتونیم بگیم فرد مؤمن یه فروشنده است، میخواد بهشت رو عرضه کنه، بفروشه، تبلیغات کنه برای بردن مردم به بهشت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودش میخواد بهشت بره و میدونه که الدال علی الخیر کفاعله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه قاعده کلی گذاشتن، آقا شما اگر فقط بیاید مردم رو تشویقشون کنید که اینا بیان کار خوب بکنن، اون کسی که حرف شما رو گرفت با تشویق شما را اومد، شما هم یه نسخه از اجر دقیقاً مثل اجری که به ایشون داده میشه تو حساب شما هم واریز میشه. پس شما به خاطر خودت هم که شده دیگران رو دعوت میدید. تصور کنید که دعوت دادن چقدر اجر و پاداشش پیش خدا زیاد هست که به اصطلاح شما یک فروشنده یا یک عرضه کننده دعوت توحید هستید و برای نجات دادن مردم از هلاکت و گمراهی. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. اگر یک انسان به سبب دعوت شما هدایت بشه، به سبب دعوت شما پایبند به دین بشه، این از هر آنچه در دنیا هست برای شما بهتر و با ارزشتر هست. این دنیای فانی سپری میشه و در روز ازل شما نیاز به اجر و پاداش دارید که به اصطلاح این دعوت این فرد به شما میرسونه. این فردی که مسلمون شد، این فردی که پایبند به دین شد، این فردی که اخلاقش درست شد، مرامش درست شد، از دروغ دوری کرد، از رواخوری دوری کرد، این فرد، خانوادهش، افرادی که توسط این اصلاح میشن، افرادی که بعد توسط اونها اصلاح میشن، این سلسله همینطور ادامه داره تا روز قیامت. و از همه این افرادی که شما سرچشمه هدایت یکی از اینها شدید و اون سرچشمه هدایت دیگران و به همین صورت ادامه پیدا کرد تا به روز قیامت، شما کسب اجر میکنید و پاداش میگیرید. از کی؟ از پروردگار رحمان رحیم. در صفات یک دعوتگر جناب حضرت مولانا انصاری قضیه اخلاص رو مطرح کرده بودن در جلسه پیش که بله، اخلاص که به هر حال انعکاس اخلاص هست که اثر میذاره در کسی که شما دعوتش میکنید. ما هم میگیم که حرفی که از دل برآید بر دل نشیند و حرفی هم که از دهن برآید خب از دو تا گوش تجاوز نخواهد کرد. و خداوند متعال میفرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. ما کسی رو امر نکردیم که عبادت کنه مگر اینکه عبادت خاص و خالصانه برای خدا باشه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم فرمودن که کسی که بیاد یک کاری رو واسه دین انجام بده، کاری که به اصطلاح کار دینی هست و این رو هدفش رسیدن به یک فایده دنیوی باشه، میخواد مثلا شهرت کسب کنه، میخواد که نمیدونم مال و ثروتی به جیب ببره، این شخص در روز قیامت فما له فی الاخره من نصیب، در روز قیامت هیچ بهره و نصیبی نداره. نقطه دیگه ای که استاد اشاره کرده بودن قضیه علم شرعی هست که یک انسان دعوتگر، یک انسان مؤمن باید به اصطلاح یه مواردی از علم شریعت و به اصطلاح دین رو یاد بگیره. دانستن علوم شرعی انسان رو حفظ میکنه. من نوعی وقتی که اخلاق و مرامم رو میخوام تغییر بدم باید فضیلت و اجر و پاداشی که خوش اخلاقی داره رو یاد بگیرم. پس در واقع علم شرعی انسان رو از انحرافات اخلاقی و سلوکی و رفتاری مسئول نگه میداره، انسان رو از انحرافات عقیدتی حفظ میکنه. ما انحرافات زیادی در جامعه خودمون داریم که همش نتیجه فقدان علم شرعی هست. فقدان علم شرعی، فقدان اخلاص، فقدان تقوا. ببین چی کار کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم
در ظرف و به اصطلاح صحابه بعد از ایشون در ظرف 35 سال تونستند اسلام رو در یک محیطی که در خارج از تاریخ بشریت زندگی می‌کرد، افرادی که در صحرانشون و از تمدن و فرهنگ به کلی به دور بودند، اینها رو اومد به اصطلاح چنان تربیت کرد که اینا شدند آقا و سرور تمدن و فرهنگ برای جهان و جهانیان. پدران ما که به اصطلاح اهل تمدن بودند، نیاکان ما که اهل تمدن و فرهنگ بودند، در مقابل فرهنگ و تمدنی که همین افراد دعوتگر و افرادی که در مکتب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تربیت شده بودند واموندند و دیدند که نه، این دستورات قرآن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سبب هدایت و رشادت و خوشبختی دنیا و آخرت اونهاست. واسه همین هم اسلام رو با جان و دل و اختیار خودشون قبول کردند. الان اگر بیایم همین به اصطلاح 35 سال رو بگیریم و بیاییم تو جامعه خودمون این رو تطبیق بدیم، در ظرف 35 سال گذشته افرادی اومدن بر سدنه حکم دولت در کشورهای ما نشستند و نظام رو و مهار مردم رو به دست گرفتن که اینها خودشون رو در ظاهر از اولیا و انبیا و صالحین و صحابه و مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهتر میدونن و چی کار کردن؟ در ظرف این 35 سال انسانها رو، ملت ما رو از دین متنفر کردن. این بیانگر چه هست؟ بیانگر این جهالتی که در این افراد هست، اینایی که میخوان با زور بازو 35 ساله که آقا چادر و مقنعه میزنن، منگنه میزنن به سر دخترای ما و چادره هلیز میخوره میره کنار، در حالی که در دعوت مخلصانه و دعوتی که بر مبنای حکمت و درایت بود و در مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ما نه کسی رو دیدیم که چادر و میخ تو دستش باشند که چادر و میخ کنن به سر مردم. این خود مردم بودند که با اختیار خودشون، با فهم و درایت خودشون، با عشق و علاقه خودشون این دین رو، مفاهیم این دین رو پذیرفتن که اینها همه برمیگرده به اصطلاح به اهمیت دانستن و علوم شرعی، که علوم شرعی انسان رو از انحرافات عقیدتی، از انحرافات اخلاقی سلوکی، از انحراف در شیوه دعوت و از انحراف در حکمت دعوت انسان رو دور میکنه و از انحراف در اینی که بدونیم کی رو دوست داشته باشیم، با کی چطور رفتار کنیم، از ولا و براءمون چی باشه، نحوه و شیوه تفکرمون در زندگیمون بر چه مبنایی باشه. همه اینها رو از باب علم و دعوت ما میتونیم اینها رو یاد بگیریم و خداوند متعال هم میفرمود که قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. این راه و رسم من هست، ای پیامبر ما به ملت بگو این راه و رسم من هست و مردم رو به سوی خداوند دعوت میکنم با بصیرت، با دانایی، با حکمت. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. دعوت کن به سوی راه و رسم الهی، به سوی دین پروردگار با حکمت و روشنگری و موعظه حسنه. و حتی اگر با کسی مجادله میکنی، با کسی بحث و مناظره میکنی، و جادلهم بالتی هی احسن، با شیوه بسیار بسیار خوب با مردم مدارا کن و با اونها حتی جر و بحث کن، با اونها بده به استونی برا بنداز. و بدون، ما باید بدونیم ما کی هستیم. آیا ما واقعا دعوتگریم یا ما منکر و نکیریم؟ منکر و نکیر خب کارش چیزی دیگه است. از مردم بپرس آقا چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی، باید این کارو بکنی، باید این کارو نکنی. و انگار که ما به اصطلاح روی مردم شمشیر شدیم، روی مردم سواریم. این نه. یا اینی که ما دعوتگریم. دعوتگر معناش این هست که آقا افرادی که دارن خودشون رو تو آتیش جهنم میندازن، شما باید اونها رو
بگیری، دامنشون رو بگیری با دلسوزی مثل یه مادر مهربون، دلت به حال این ملت، به حال این گمراهان بسوزه و اونها رو به سوی خدا و دین خدا و دعوت اسلام و راه و مرام درست سوق بدی. واسه همینه که ما میگیم که یکی از به اصطلاح قضای بسیار مهم در دعوت اینه که شما انسان باید امانتدار باشه، یک وجدان بیداری داشته باشه در مقابل این امت. امانتداری وقتی میگیم ما رو بیاد اون آیه قرآن کریم میندازه که خداوند متعال فرمودن ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. ما این دین خودمون رو، این دین خداوند، این دین رو عرضه کرد بر آسمون ها، بر زمین، بر همه اینایی که قدرت داشتن و یک نمادی از قدرت بودند، کوه ها، که آقا این دین رو بردارید. همه اینها ترسیدن، فهمیدن که طاقت انتشار و طاقت سازندگی، طاقت این که بتونن جهان رو آباد کنن و امران و عبادت خدا رو بر جهان به صورت نشر بدن، این رو نداشتن. اینجا بود که انسان این رو قبول کرد. حالا که منی که قبول کردم، امانت الهی رو من قبول کردم، باید امانتدار درستی باشم، باید این امانت رو به نحو احسن به اونهایی که باید و شاید برسونم، به جامعه برسونم، به همه برسونم، تا تنها من نباشم که حرف میزنم و جناب آقای سلیمانی از میدان نره بیرون. من میخوام از آقای سلیمانی بپرسم که مثلا شما آقای سلیمانی رفتید یه جایی، وارد مسجد شدید، مثلا بله، دیدید که آقایی نشسته و داخل مسجد با عرض پوزش، یعنی داره یک کار بد میکنه، یک مثلا پیرمردی اومده از کوه و دشت و دمن، آداب شهروندی رو نمیدونه مسجد یعنی چی، اومده یک گوشه مسجد، خب مثلا فشارش بالا اومده میخواد که به اصطلاح قضای حاجت کنه، ادرار کنه یک گوشه‌ای مثلا. اون وقت شما دیدیش چی کار خواهید کرد؟ والا جناب دکتر، اگه من خودم حساب بکنم دیگه مسجد و از این کارا و یه 4 تا دریوری بهش میگیم و بعد پرتش میکنیم بیرون دیگه، خیر از این چی کار میشه کرد؟ دقیقاً این یک نوع انفعالی هست که در هر یکی از من و شما و بینندگان عزیز به وجود میاد. آقا نمیدونم 4 تا بهش میگیم، حتی سیلی هم میزنیم. الان ببینیم ما مسجدی که داریم ازش حرف میزنیم مسجد روستا محله ما نیست، مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، حرم دوم مسلمان ها. بعد از مسجد الحرام ما میریم مدینه منوره، مسجد رسول صلی الله علیه و سلم و فضل نمازش در این مسجد که به اصطلاح بیشتر از 1000 نماز هست و این همه فضل و مکانت داره. در این مسجد یا آقای اومد، دقیقاً رفت، به اصطلاح روستایی بود بنده خدا، نمیدونست چیکار کنه، خب فشارش اومده بود، رفت کنار دیوار مسجد، شروع کرد به اصطلاح به ادرار کردن. صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا متوجه شدن، داد و فریادشون اومد بالا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا متوجه شدن، صحابه رو منع کردن، یارو رو منع نکردن که به اصطلاح داشت ادرار میکرد، صحابه رو منع کردن که نه، بذارید این بنده خدا لباس رو کثیف نکنه. خب حالا که مسجد رو کثیف کرده، لباس رو کثیف نکنه، خودش به اصطلاح وحشت زده نشه، اذیت نشه و بذارید کارش تموم کنه. بعد از اینکه کارش تموم شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه رو امر کردند که برید آقا اینجایی که کثیف شده، نجس شده، پلید شده، برید اینجا رو تمیزش کنید، آب بیارید، چند سطل آب بیارید، اینجا رو شستشو بدید. این روحیه یک دعوتگر باید باشه. این همه انسانی نرمخو، حس شفقت و مهربانی داشته باشه، این همه بردباری و تحمل داشته باشه که بتونه همچنین مواردی رو تحمل کنه. این یه بنده خدایی هست که نمیدونه، اشتباه کرده، از خطاکار هست. الان ما چه کار کنیم؟ اینو هلش بدیم که بره تو جهنم بیفته، یا اینی که دستشو بگیریم و نجاتش بدیم؟ دقیقاً این همون نابینا هست که جلوش چاهی هست. باید ما
خاموش نشینیم، دستشو بگیریم و نجاتش بدیم. در همین موارد ما ببینیم که بارها افرادی هستند که همچنین مواردی رو وقتی میبینند بعدش میان دعا میکنند اللهم اغفر لی و محمدا ولا تغفر معنا احدا. خدایا من و محمد رو ببخش و از ما در بگذر و البته با ما کسی دیگر رو نبخشی ها. چون که مثلا افرادی که در اونجا بودن پرخاش کردند، اون بنده خدا رو ترسوندن و این محبت و دلسوزی رو تنها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدن. شما آقای سلیمانی دارید توی یک خیابون راه میرید، یا آقای میاد و لباستون از پشت میکشه محکم، یقتون به اصطلاح گردنتون رو زخمی میکنه، بعدش هم طلبکار داد میزنه روی شما، میگه آقای سلیمانی به من پول بده، تو که دارید به اصطلاح از پول خود، از جیب خودت یا از جیب بابات که به من نمیدی، باید به من این چیزی بدی. این برخورد با شما بکنه، شما چه حرکتی خواهید کرد؟ والله من آرزو میکنم میگم کاش یک کلاس کنفو رفته بودم، یک کمربند کنفو می داشتم الان بهت نشون میدادم. دیگه همچین حرفی نیست. چیکار میشه؟ دقیقاً همین مورد برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش اومد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مسجد بیرون شدن که برن خونه، یه بنده خدایی اومد از پشت و لباس ایشون رو محکم کشید که این به اصطلاح ردایشون به گردنشون گیر کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گردنشون خراش برداشتند. خیلی سخت بود براشون. صحابه وقتی این رو دیدن اومدن که چه خبره؟ اون هم داد میزنه که آی محمد به من این 2 شتر من آوردم، اینا رو بارشون کن، تو که از مال خودت یا از مال بابات که به من نمیدی، وظیفته که به من بدی. این نحوه برخورد، این نحوه یک آدمی است سخت خو، تند خو، نمیدونه چطور برخورد کنه. الان اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرخاش کنه یا صحابه پرخاش کنن و ایشون رو تنبیهش کنن، چیکار خواهد کرد؟ خب میگه که بابا اینا منو زدن دیگه، چی دینشون چه فایده داره؟ از دین و از اسلام زده میشه و میره به جهنم. حالا میبینیم که نه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مقابل این تندخویی با نرمخویی، با لبخند جوابشون رو میدن و صحابه رو امر میکنند که آقا این بنده خدا رو برید یک شترشو باره گندم کنید و شتر دیگهشو باره جو. یا کسی دیگه میاد در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داد میزنه، پیامبر ازشون قرضی گرفته و موعد گذاشتن که آقا قرض و تاریخ فلان پرداخت کنیم. قبل از اینکه موعدش فرا برسه این طرف میخواد که به اصطلاح بیاد آبروریزی به راه بندازه، میاد در وسط جلسه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته داد و فریاد به راه میندازه آهای بچه‌های عبدالمطلب، اصلا من شنیده بودم که شما مال مردم رو بالا میکشید، حالا چرا قرضمو نمیدید؟ بدون مقدمه همچنین جر و بحثی رو به راه انداخته بود. حضرت عمر هم عصبانی شد و خواست تنبیهش کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جلوی اون فرد به اصطلاح بدزبان رو نمیگیرن، جلوی عمر رو میگیرن که نه، عمر تو دعوتگر هستی، تو یک انسانی هستی که برای هدایت و رشادت جامعه باید خودتو آماده کنی. تو بهتر اینجا بود که به ایشون یاد بدی نحوه به اصطلاح نحوه پس گرفتن قرضش رو و به من هم گوشزد کنی نحوه درست ادا کردن قرض بنده خدا رو. و امر کردن که برو حقشون رو پرداخت کن و بیشتر هم بهش بده، چرا که تو با این حرکتت اون رو ترسوندی و اذیتش کردی. که همین شیوه برخورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باعث شد که این بنده خدا هم مسلمون بشه. و می‌دونیم که به اصطلاح بسیاری از افراد در تاریخ بشریت، در تاریخ اسلام بدین گونه مسلمون شدن، فقط و فقط با شیوه و رفتار درست و الگوگرانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. فرق پیامبر با دیگر شیوه های تربیتی در دنیا همین هست. ما میتونیم یه جامعه رو عوض کنیم، با به اصطلاح نیرو بیاییم آقا جامعه رو بگیریم به دست و میگیریم آقا به مردم املا کنیم آقا این کار بشین اون کار بشین و به اصطلاح اون چیزی که ما میخوایم به زور خورده مردم بدیم. خب با این شیوه ما در واقع مؤمن درست نمی کنیم. ما منافق میتونیم بسازیم، با زور میشه منافق ساخت،
اما با زور نمیشه یک مؤمن درست ساخت. یه شیوه دیگهش این است که آقا ما بیاییم سر منبر و مردم رو دعوت کنیم و حرف بزنیم، همین کاری که الان ما داریم انجام میدیم. با این کارمون خب خیلی از افراد حرفمون رو خواهند گرفت، خیلی ها دیگه نمیگیرن. ما نمیتونیم که به صورت به مردم تحمیل کنیم. ما میتونیم با نوشتن، با فیلم ساختن، با شیوه های مختلف مردم رو دعوت کنیم، اما بهترین شیوه دعوتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون اومدن برای بشریت، شیوه الگو بودن. خودشون یک کاری رو میخواستن به مردم برسونن، خودشون اول انجام میدادن. مردم با دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شیوه و راه و رسم زندگی رو از ایشون یاد میگرفتن و چون این عمل میکردن. تنها شعار دادن نبود، با شعار دادن همه میتونن شعار بدن، همه مرد شعارن، اما مرد عمل کی باشه تا مردم اون رو ببینن و احساس کنن که این طرف که به اصطلاح ما رو به یه چیزی دعوت میکنه خودش اولین کس هست که این کار رو انجام میده. و وقتی که شما یک کار خوبی رو انجام میدید، این نور و زیبایی این کار خوب و این نام و نشان و به اصطلاح مدحی که مردم نثار شما میکنن، تعریفی که مردم نثار شما میکنن، اینا همه اطرافیان رو تشویق میکنه تا مثل این کار رو انجام بدن. در ثانی این دعوت و تغییر جامعه خب همینطور ساده هم که نیست، صبر میخواد، استقامت میخواد و به هر حال شما با دعوتتون با شیطان و شیطان صفتان در واقع در نبرد هستید. اونا هم که خاموش نمیشینن. و حضرت لقمان در وقتی که به فرزندش به اصطلاح توصیه میکرد در سوره لقمان فرمودند یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهی عن المنکر، پسرم نماز رو برپا بدار، مردم رو به خوبی‌ها دعوت کن، از بدی‌ها بازدار. بعدش فرمودند که واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بعد از این صبر پیشه کن بر اون چیزی که به تو میرسه. چرا که وقتی که شما میخواهید یک جامعه رو تغییر بدین، خب تغییر بها داره. خیلی از افراد با این تغییر تحولاتی که شما به وجود میارید منافعشون در خطر میفته. مصلحت هایی که به اصطلاح اونایی که از آب گلالود همیشه ماهی میگیرن، شما وقتی بخواید آب رو صاف کنید، خب ماهی اونا از دستشون میره. اونا خب نخواهند گذاشت که شما در کارتون موفق باشید. اینی که دیگه شروع میکنن به اذیت کردن، شروع میکنن به دردسر درست کردن، شروع میکنن به شکنجه کردن شما. اینجاست که واصبر علی ما اصابک، در اون چیزی که به شما میرسه باید لذت ببرید، صبر کنید. اینی کسی به شما فحش داد، مثلا شما باید لذت ببرید از این که به شما فحش دادن. پیامبر رو با سنگ زدن، حالا ما رو با فحش بزنن چی میشه؟ و این رو ما در وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر یادمون باشه در سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، وقتی که ابتدای نبوت بود و مادر مؤمنان خدیجه کبرا ایشون رو بردن پیش ورقه ابن نوفل، به پیامبر همین حرف رو زدن که ای کاش من جوون باشم وقتی که تو به سوی مردم فرستاده میشی به عنوان رسول و پیامبر، تا در اون وقت تو رو کمک کنم وقتی که مردم تو رو میزنند و اذیتت میکنند و از شهرت میندازند بیرون، من در کنارت باشم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعجب کردند. منی که در مکه اینقدر عزیزم، منی که محمد امینم، منی که همه منو دوست دارن، چطور مردم منو اذیت میکنن، از شهرم بیرون میکنن؟ فرمودن که ورقه بهشون گفتن که هیچ کسی به اون دعوت و برنامه زندگی که شما میخواید برای بشریت بیارید نیومده مگر اینی که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته. پس ما هم در مسیر دعوت، در مسیر اصلاح جامعه باید منتظر هر نوع پرخاش مردم باشیم، منتظر هر نوع فحش و بدگویی مردم باشیم، منتظر ظلم و ستم دولت مردان و نظامهای طاغوتی باشیم که اونا هم تحمل نخواهند کرد. چرا اونایی که به اصطلاح
اموال و ثروت‌های عمومی جامعه رو بالا میکشند، اون دزدهای سرگردنه، همه اونها خب وقتی که شما یک مسیر اصلاح رو در جامعه شروع میکنید، اونها به اصطلاح به تنگ خواهند اومد، پرخاش خواهند کرد، شما رو به زندان خواهند کند، شما رو شکنجه میکنند. مگه خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه مجبور شدن بیرون شند برن به طائف، به اهل طائف مگه چی گفتند که با سنگشون بزنن؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نرفته بود که با اونا در بیفته، نرفته بود که باشون دعوا کنه، تنها رفته بود که بهشون بگه آقا صله رحم به جا بیارید، آقا خدای یکتا را عبادت کنید، دزدی نکنید، ربا نخورید، فاحشه‌گری نکنید. همه اون چیزهایی که ندای فطرت هست، همه اون چیزهایی که برای اصلاح فرد و جامعه حیاتی هست. فقط میخواستند اونها رو به این موارد تذکر بدن، این موارد رو برایشون به اصطلاح بسط بدن. در مقابل اونها به جای اینکه حرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این مصلح و این دعوتگر بزرگ بشریت رو بشنون، شروع کردن پیامبر رو با سنگ میزنن و از شهر خودشون راندن. با وجود این همه ظلم و ستم، باز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم براشون دعا میکنه. وقتی که فرشتگان میان و از پیامبر اجازه میخوان که اهل مکه رو از بین ببرن، این همه ظلم و ستم که کردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان نه، من آرزو دارم که شاید از بین اینها، از بین نوادگان اینها افرادی بیان که خداوند وحده لا شریک رو عبادت کنند. و این به اصطلاح رو، این شیوه رو ما همیشه در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مؤمنان داریم. وقتی پیامبر دعوت میکند و مشرکان میان که پیامبر رو گلاویز میشن با پیامبر، میخوان پیامبر رو خفه کنن، اینی که میبینیم حضرت ابوبکر میاد و اونها رو میزنه، از پیامبر دور میکنه و میفرماد اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. این اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله حکایت قرآن هست از اون افرادی که میخواستن به اصطلاح پیامبران رو بکشند. همیشه در طول تاریخ افراد در پی قتل پیامبران بودند، افراد به اصطلاح جاه طلب و مکار و شیطان صفت. مگه پیامبران چی میخواستند برای بشریت مگر اصلاح و سازندگی اونها؟ یه مورد دیگه ای که از صفات و ویژگی های یک دعوتگر باشه اینه که دعوتگر باید دعوت اسلامی رو آسون بگیره، رو مردم سخت نگیره، رو مردم فشار نیاره. خداوند متعال میفرماند والله یرید ان یتوب علیکم، خداوند میخواد که از شما در بگذره. یعنی شما که گناهکار هستید، خداوند میخواد از شما در بگذره. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اما اهل باطل و اهل فساد اونا میخوان که شما رو منحرف کنن. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خداوند میخواد از شما بار رو کم کنه، چرا که شما انسانها ضعیف آفریده شدید. میبینیم که قرآن کریم بارها به کرات و مرات به اینی که انسان ضعیف هست، اینی که انسان خطاکار هست، اینی که انسان در معرض خطا، اشتباه و گناه حتی قرار میگیره، این رو به صراحت میگه. اما دروازه های مغفرت الهی رو باز میگذاره به سوی همه بشریت. وقتی که خداوند اینطور به اصطلاح دروازه های رحمتش به سوی بشریت باز است، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ای بندگانی که در گناه غرق شدید، از رحمت الهی ناامید و مایوس نشید که خداوند همه گناهان رو میبخشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میفرمایند که ان الدین یسر، دین خیلی خیلی ساده است، خیلی خیلی کم بار است، سنگین نیست برای انسان، تحملش بسیار آسون هست. ان الدین یسر. و کسی که این دین رو شدت میگیره، به خودش فشار میاره، ولن یشاد الدین احد الا غلبه، کسی رو خودش سختی نمیگیره مگر اینکه این دین
بر اون غلبه پیدا میکنه و در آخر کمرش میشکنه و نمیتونه به اصطلاح به جایی برسه. ما این رو میبینیم که چقدر باید یک دعوتگر به اصطلاح دلسوز افراد باشه. تصور کنید آقای سلیمانی کسی بیاد پیش شما بگه که من میلیون ها میلیون مال دارم، همه رو میخوام در راه خدا بدم، شما چی کار خواهید کرد؟ والا باش میشیم صحبت میکنه. خب اگر بخواد همه رو در راه الله تعالی بده، باز خودش چی میخواد بکنه؟ به هر حال خودش میخواد بمیره، حالا وقت مرگش هست، مال و ثروتش هم خیلی هست، همه رو میخواد در راه خدا بده. من با کمال میل ازش میپذیریم دیگه، در راه مشارع دعوی در کارهای خیر ازش استفاده میکنیم. همین حکایت رو ما در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز ببینیم که چقدر پیامبر دلش برای مردم از خود مردم هم بیشتر میسوزه. آقای میاد سعد ابن ابی وقاص در بعد از حجة الوداع بیمار شدند و بیماریشون شدت گرفت و ترسیدن که وفات کنند، مال و ثروت زیادی داشتند. گفتند یا رسول الله من مال و ثروت خیلی دارم و یه دختر هم بیشتر ندارم، میخوام 2/3 این مالم رو در راه خدا بدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن نه یا رسول الله، نه خیلی زیاد هست. خب نیمش رو در راه خدا میدم. فرمودن نه. گفتن خب 1/3 رو میدم. فرمودن 1/3 رو بده، این هم که زیاد هست، در حالی که جامعه هم نیاز داشت. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این فردی که الان انفعالاتش بالا اومده، احساساتش بالا اومده، فردا ممکنه پشیمون بشه، فردا وقتی خداوند بهش صحت میده نیازمند بشه، خودش در بیماریش نیازمند بشه، بچه‌هاش نیازمند بشن، فرمودن نه، شما اینی که به اصطلاح بچه‌هات رو پولدار رها کنی که دستشون پیش دیگران دراز نشه، بهتر از اینه که به اصطلاح همه مال و ثروتت رو بدی در راه خدا و بچه‌هات گدا باشند یا نیازمند دیگران باشند. یا مثلا کعب وقتی که از تبوک به اصطلاح کعب ابن مالک در تبوک نرفته بود، احساس گناه میکرد، وقتی خداوند توبهش رو پذیرفت اومد و گفت که یا رسول الله اینی که من شکرانه این که خداوند توبه من رو پذیرفته، من همه مال و ثروتم رو در راه خدا میدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معنیشون میکنن نه خیر آقا. چرا؟ چون که پیامبر دلشون برای این فرد بیشتر میسوزه، برای خانواده این فرد بیشتر میسوزه، برای جامعه و افرادی که این فرد به اونها کمک میکنه بیشتر میسوزه. اینی که همه مالش رو در راه خدا بده، خب این یک به اصطلاح حرکتی از ایشون که فردا ممکنه که به اصطلاح خودش نیازمند بشه. چقدر دلسوزانه باید به یک دعوتگر به مردم نگاه کنه. یا حتی اگر کسی به اصطلاح کسی بیاد بگه که آقا من هر روز روزه میگیرم، هر شب قیام اللیل میکنم، میبینیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم منعش میکنه عبدالله ابن عمرو ابن العاص رو که نه این کار رو نکن. چرا؟ چون که خودت حقی داری، جامعه روی شما حقی داره، فرزندانت، خانمت، همه روی شما حق دارن، باید حق همه رو ادا کنی. تنها حق خدا که نیست، حق جامعه، حق مردم هست. به این صورت وقتی که ما به دیگران به چشم دلسوزی، به چشم رحمت، به چشم شفقت نگاه کنیم، خب مردم به سوی دین، شیفته دین خواهند شد، سوی دین بهتر میان و در مسیر دین باید مصلحت ها و مفسده ها رو هم در نظر بگیریم. کاری که ما میکنیم مصلحتش چقدر هست، چه جوانب منفی ممکنه به بار بیاره، جوانب مثبتش چی هست، آیا در همه موارد امر به معروف و نهی از منکری که حرفش رو میزنیم در وقت ما باید نگاه کنیم آقا ما وقتی این منکر رو میخوام به این شیوه تغییر بدم احتمال تغییرش هست؟ بله، پس من تغییر میدم، من میام امر به معروف و نهی از منکر میکنم. اما وقتی هست که نه، وقت ایجاب میکنه که من سکوت کنم، اون منکر رو تحملش کنم. چرا که در اون لحظه اگر من بخوام تغییر بدم شاید یک مفسده بزرگتر به وجود بیاد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 10 سال آزگار توی مکه مکرمه در خانه خدا طواف میکنن دور خانه خدا، در حالی که اونجا 360 تا بت هست. خب پیامبر حتما ناراحتن، خیلی دلشون میخواد که این خانه خدا پاک بشه از این
نمادهای شرک. اما خب الان وقتش نیست. الان اگر ما هر واکنش نشون بدیم، پیامدهای بدش خیلی بیشتره از پیامدهای به اصطلاح مثبتش. همه اینها رو تحمل میکنیم تا وقتش برسه. انسان باید با حکمت، با درایت کاری رو انجام بده. توانایی قدرتش چقدر هست؟ خودمون باید سبک سنگین کنیم خودمون رو. آیا میتونیم این رو قدرت این رو داریم تغییر بدیم؟ بله، یک پدر قدرت داره خانواده‌اش رو به اصلاح کنه، یک مادر، یک برادر بزرگتر، یک مسئول اداره، یک امام مسجد. همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن یک قاعده کلی: من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. شما اگر یک منکری رو، یک زشتی رو دیدید، این رو با دستتون، با یک واکنش این رو تکون بدید و از بین ببرید این منکر رو، جامعه رو اصلاح کنید. اگر این توان رو نداشتید، فبلسانی، با زبانش، با موعظه، با به اصطلاح حرف زیبا، با نصیحت، با گوش زد کردن، با استفاده از اهرم‌های اجتماعی مختلف. جوونی هست خب با به اصطلاح در میان گذاشتن مورد با پدرش، با عموش، با برادر بزرگترش، با معلمش، با کسی که حرفش به اصطلاح اونجا میره، این زبان رو ازش استفاده درست کنیم. اگر در همه دروازه ها بسته شده بود و یک منکری هست که ما هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم، زبانمون رو به کار بگیریم، فاجعه به بار میاد، خودمون واکنش نشون بدیم، فاجعه به بار میاد. حداقل قلبمون اینقدر باید قلبمون رنجور باشه، دلمون همیشه شکسته باشه که این منکر هست، تا این درد در ما باشه که اولا وجود این درد باعث میشه که من خودم به اصطلاح این منکر رو مرتکب نشم، باعث میشه که وجود منکر در جامعه عادی نشه و مردم با منکرات انس نگیرند. این چیزی که الان مثلا در جوامع بشری و به خصوص در جامعه ما هست که بسیاری از منکرات هست که ما ازش همینجور رد میشیم، انگار نه انگار که وجود داره، انگار نه انگار که به اصطلاح منکری رو داریم میبینیم، از بس که این منکر تکرار شده در جامعه، عادی شده. در این نشانگر این هست که در دلها کره و نفرت از منکر نبوده. وقتی که کره و نفرت باشه، حتما یک فرصت طلایی به وجود میاد برای تغییر به اصطلاح این منکر. جناب دکتر شما ببخشید فرمودید جلوتر که در باب گناهان ما سختگیری نکنیم و الان میفرمایید که ما به هر حال وقتی که منکری زیاد دیده میشه به خاطر اینه که کرهش در قلب نیست. چطور میشین دوتا رو جمع کرد؟ سختگیری نکردن و به هر حال با جبینی باز و با لبخند از دیگران گذشتن و خیلی جا کوتاه اومدن و از یک طرف دیگه با منکر مبارزه کردن. خب به هر حال آیا احساس نمی کنید که خود همین عدم سختگیری در برابر گناهان خودش سببی بشه که عادی بشه در جامعه یا پررو بشه حداقل طرف مقابل بر انجام و تکرار این؟ بله، ما اینجا فرق میگذاریم بین گناه و بین گناهکار. گناه و منکر یه چیزی هست که باید تغییر پیدا کنه. در جامعه رشوه‌خواری هست، در جامعه دزدی هست، در جامعه کارهای بد هست، بد حجابی هست، بد اخلاقی هست، مسائلی که هست، همه اینها مسائل منکرات جامعه هست که ما باید این منکرات رو تغییر بدیم. الان بحث روی اینه که فلان کار این منکر رو، فلان شخص این منکر رو انجام میده. حالا ما چه کار کنیم؟ این شخصی که یک منکری رو انجام میده، ما بریم بزنیم به زیر گوشش یا دستش رو بگیریم، با این شخص به عنوان با دلسوزی برخورد کنیم. ببینید یک بنده خدایی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شراب نوشیدن. خب این باید به اصطلاح حد روش اجرا میشد. اومد اعتراف کرد و حد روش اجرا شد، تنبیه شد. باز رفتن شراب نوشیدن، باز تنبیه شد. هی شراب می نوشیدن و تنبیه می شد. شراب با به اصطلاح با نوشیدن یا تکرار مداوم پیش این شخص، اون حرمتش رو و اون زشتیش رو، اون منکرش رو هرگز ما باش انس نگرفتیم و اون رو به اصطلاح چیز زشت تلقی کردیم. اما با این فرد چطور رفتار می‌کردیم؟ با این فرد مسئولانه رفتار شد. وقتی خودش می آمد یا رسول الله طهرنی، منو پاکم کن،
من باید تنبیه بشم که این کارو کردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنبیهشون کرد. بعد از وقتی که این کار تکرار شد، بعضی از افراد گفتند که یا رسول، با هم خودشون حرف میزدن که این چقدر آدم بدی هست و بدی ایشون رو گفتند و نفرینش کردند که هی میارنش هی میارن، آدم نمیشه این. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی این حرف رو شنیدن منعشون کردن که نباید شما همچین حرفی رو بزنید. این فرد فانه یحب الله و رسوله، این فرد خدا و پیامبرش رو دوست داره. گناهکار به معنای این نیست که آقا این فرد از خدا و از پیامبر متنفره، نه خیر. گناهکار مرتکب یک گناه شده، حد بعضی وقتا هست که از روی نادانی میکنه، بعضی وقتا هست از روی به اصطلاح درست نفهمی، از سوء تفاهمی هست انجام میده، بعضی وقتا هست که از روی قصد هم میکنه. حتی اگر از روی قصد انجام شد، ببینید ما در قرآن کریم این رو بارها داریم که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، حالا وقتی میگیم صحابه پیامبر یعنی کی؟ یعنی بهترین نسلی از بشر که در تاریخ بشر وجود داشته، نسل صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که معلم برجسته تاریخ بشریت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها رو تربیت کرد. این افرادی که خداوند در وصف اینها میگه که رضی الله عنهم و رضوا عنه، خداوند از اینها راضی است و اونها از خداوند راضی است. این افراد میبینیم که با وجود این همه مژده بهشت میگیرن، اما ازشون یک اشتباهات بسیار بزرگ هم به اصطلاح صورت میگیره. آقا میان در احد مثلا برخی هاشون فرار میکنن، برخی ها فرار میکنن و فرار کردن از جنگ این یکی از بزرگترین گناهان هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از 7 موبقات وقتی سخن میگن، 7 گناهی که دیگه از اونا بزرگتر نیست و عذاب بسیار دردناکی داره، چی هست؟ فرار یوم زحف. با وجود اینکه فرار کردن، با وجود که مرتکب همچنین گناه کبیره‌ای شدن، خب میبینیم که وقتی به مدینه برمیگردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نه اینها رو سرزنش میکنه، نه اینها رو بازخواست میکنه، نه به روش میاره و نه در هیچ وقتی میگه آقا فلانی تو همونی بودی که در احد فرار کردی. در مقابل چی میاد؟ آیه قرآن کریم میاد که لقد عفا عنکم، که خداوند از شما درگذشت. یعنی به این صورت که فردی که به اصطلاح مرتکب گناه شده، ما با دلسوزی بهش نگاه کنیم که این نیاز داره که ما دستش رو بگیریم. یک معتاد هست، یک کسی که در یک مصیبتی، در یک گناهی آغشته شده، غرق شده، ما به جای اینکه بیایم یه سنگ بزنیم روی سرش و خفش کنیم تو اون گناهی که هست، به جای اینکه بیایم آبروریزیش کنیم و آبرو حیثیتش رو در جامعه ببریم. آبروریزی کردن یعنی چی؟ یعنی کشتن حیثیت یک شخص. به جای این بیایم دستش رو بگیریم، بیایم به اصطلاح این رو تشویقش کنیم، بیایم بهش نشون بدیم که ما دلمون واسش میسوزه. اون وقتی که حرف ما رو به اصطلاح میگیره. این کار ما با اینی که با منکر در تضاد هستیم، خب این خودش نشانگر این هست که ما با گناه دشمنی داریم، اما با گناهکار نه، ما با دلسوز گناهکار هستیم تا اون رو از اون منجلابی که توش هست نجات بدیم. جناب دکتر اجازه بدید یک فاصله از دوستان بگیریم، بریم اتاق کنترل. جیغ محمد رفیع جان کارگردانمون در اومد، میگه تو که همینجور ساکت نشستی صحبت نمی‌کنی و به هر حال شما هم گلویی تازه بکنید، من که حرف زیادی نزدم و ان شاءالله برمیگردیم باز در خدمت شما هستیم با ادامه موضوع و صفات دعوتگر. البته اینجوری که کارگردان صحبت میکنه فکر کنم منم مجبورم یه مقداری صحبت بکنم بعد از میان برنامه. در خدمتتون هستیم ان شاءالله بعد از میان برنامه. افکرا در زیر عرش کردگار، روز محشر جای بگیرند و قرار.
خلقم در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب. لیکن آسایه دارند و نعیم، در پناه لطف رحمان و رحیم. خوشلیق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد. عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس. در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین. چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی او گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا. بهر حق با او سلامی میکند، بهر حق از او جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند میکند راز و نیاز. از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بریزد در قفا. دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلب او مانند تلق. ششمی آن که زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال. مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا. قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، میکند انفاق در سر و نهان. کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین. روز و شب کشیم اندر این خیام، تا به دست آید چنین جای و مقام. تا به دست آید چنین جای و مقام. هفت گروه در زیر هر شکل و گاه،
روزی محشر جای بگیرند و قرار افگره در زیر عرش کردگار روزی محشر جای بگیرند و با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در بخش اول برنامه جناب دکتر درباره برخی از صفاتی که یک انسان دعوتگر باید به اونها خودش رو مزین بکنه صحبت کردن و ذکر کردن. رو نوبتی هم باشه داخل استودیو من بعد چند دقیقه بحث رو جمع آوری بکنم در خدمت شما عزیزان. جناب دکتر اشاره فرمودن به بحث اخلاص که به هر حال برای قبولی هر عبادتی نیاز هست. بحث عمل بهونه‌ای نشه برای اینکه ما بگیم خب ما علم شرعی بلد نیستیم و فرار بکنیم از بحث امر معروف و نهی از منکر. عمل هر چقدر که میدونیم در همون قدر باید حرکت بکنیم و مواظب باشیم که وقتی که با دیگران برخورد میکنیم یک کسی که دعوتگره باید دلسوز باشه، خودش رو یک طبیب بدونه، خودش رو یک مادر بدونه و خودش رو در مقام اینها بگذاره و هدفش این باشه که کمک بکنه. هدف ما در دعوت تخطئه دیگران، تحقیر دیگران نباید باشه. دعوتگر نباید هیچ وقت خودش رو از دیگران بهتر بدونه، نباید احساس بکنه خب دیگه من که وضعم خوبه، من که الحمدلله دیگه نمازام به راه، من که دیگه همه عبادتام انجام میدم، معروفارم که بلدم، نهی از منکرم که در منکرهام که داخل نمیشم، الان دیگه من از بقیه بهترم. اینهایی که این همه انسانهای بدی هستن من وظیفه‌مه که برم اونها رو امر کنم، نهی بکنم و این احساس نباشه خدای نکرده که انسان خودش رو بهتر بدونه از دیگران و دیگران رو تحقیر بکنه و دیگران رو بیاد حکم صادر بکنه و اونها رو محکوم بکنه و اونها رو هر چی از دلش در اومد بگه. و نکته ظریفی رو که جناب دکتر اشاره فرمودن اینه که ما فراموش نکنیم که گناهکار، چه بسا یک انسان گناهکار یک انسان بسیار شایسته است. یک عبادتی برها ما که معصوم نیستیم، انبیا فقط معصومن. خیلی وقتها از دست همه ما بلا استثنا، یعنی همه ما به گناه مبتلا میشیم و به هر حال همونجوری که دوست داریم دیگران در مقابل گناهان ما برخورد بکنن، ما خودمون هم در مقابل گناه دیگران این گونه برخورد بکنیم. علل خصوص وقتی که ما گناهی رو میبینیم، منکری رو میبینیم، نحوه برخورد ما با منکر، مثال هایی که جناب دکتر زدن درباره صحابی که در مسجد رفته بود قضای حاجت میکرد و امثال ذالک، سبب میشه که سرنوشت زندگی آینده طرف رقم بخوره. چه بسا ما خیلی وقتها میتونستیم با نرم خویی، با متانت، با گذشت، با آرامش مسیر رو عوض بکنیم، اما نکردیم. وقتی که یکی عصبانیه، یکی به هر حال گناهی کرده، یکی مصیبتی بهش رسیده، یک مشکلی داره، یک حرکت بدی ناشایستی رو داره انجام میده، حرف بدی رو میزنه، از دهانش حرف نادرستی خارج میشه، حالا ما بیایم بدتر در همون شرایط بیایم بدتر بزنیمش و بیایم باش درگیر بشیم، اعصابش رو خورد بکنیم، این به صلاح ما نیست. یک دکتر وقتی که بیماری میره پیشش و دستش خون شده، زخمی شده یا مریض شده، دیگه نمیاد تقطعش بکنه، نمیاد بگه آقا چرا رفتی جنگیدی که حالا دستت پاره شد، حقته، دعوا میکنی، حرف تند میزنی، باید بیشتر تو رو میزد. نمیدونم چرا رفتی یخ خوردی، چرا بستنی خوردی، چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی، مریض شدی. دکتر هیچ وقت این کارا رو نمیکنه. چرا تو کار دکتر نیست. یه بیمار آوردن پیشش، حالا دنبال راه حل باید باشیم. راه حلش چیه؟ راه حل چیکار باید کرد؟ چطور میشه این انسان رو نجات داد؟ چطور میشه اینو کشید بیرون؟ و بهترین چیز، هیچ وقت توی دعوت، توی امر معروف و نهی از منکر با یه چهره عبوس غم‌طریرا و ناراحت نمیشه به نتیجه رسید. گرچه ما خودمونم گهگدار اینجوری میشیم، اما خب سعی بکنیم که خودمون رو به نحوی پیش ببریم که در تعابیری که استفاده میکنیم، کلماتی که استفاده میکنیم، احیانا طرف مقابل احساس نکنه که داریم تحقیرش میکنیم، داریم بهش بد میگیم و حرفهای تند استفاده نکنیم، نرم خویی داشته باشیم. چرا که هرچقدر طرف مقابل ما بد هم باشه بدتر از فرعون نیست و ما هر چقدر هم خوب باشیم و دعوتگر خوبی باشیم بهتر از موسی علیه السلام
نیستیم. الله متعال درباره حضرت موسی و جریان دعوتش و مبارزش با فرعون که به هر حال ما در تاریخ کمتر به مانند فرعون رو سراغ داریم که همچین ادعای خدایی کرده باشه و کلماتی که در قرآن کریم درباره فرعون استفاده میشه که گفت انا ربکم الاعلی و ما علمت لکم من اله غیری و من خدای غیر از خودم برای شما نمیدونم و من بزرگترین خدای شما هستم و ملک مصر از آن منه و این به هر حال انهار و هذه الانهار تجری من تحتی و تمام این نهرهایی که هست از زیر پای من رد میشه و من باید به شما اجازه بدم و همه اختیار زندگی شما دست من است و اون ظلم و ستمی که فرعون داشت که به هر حال بر همه آشکاره. اما با این وجود الله متعال حضرت موسی رو و حضرت هارون رو، دو نبی بزرگوار رو وقتی میفرسته پیش فرعون، فقولا له قولا لینا، وقتی که با فرعون صحبت میکنید با نرمی صحبت بکنید، با آرامی صحبت بکنید، با متانت صحبت بکنید، تند نگید بهش، امر و نهیش نکنید مستقیم. و اینها همه برای ما درس داره، در حالی که باز هم الله تعالی در علم غیب خودش میدونست که فرعون ایمان نمیاره، ولی باز هم فرستاد هارون رو، فرستاد موسی علیه السلام رو که اینها برن، این پیامبران بزرگوار برن چیکار بکنن؟ دعوتش بدن تا حجت تمام بشه، نتیجه کار به الله تعالی سپرده میشه. دعوتگر دعوتش رو میده با نرمخویی، با متانت. رسول الله صلی الله علیه و سلم با نرمخویی، الله متعال از بین همه صفات زیبایی که رسول صلی الله علیه و سلم دارن میفهمند که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ای پیامبر ما اگر تو تندخو می بودی، اگر سنگدل می بودی، همه این جان برکفانی که دور برت حاضر هستن که خودشون قطعه قطعه بشن، موی از سر مبارک شما کم نشه، این لفظ آیه نیست، برداشت منه، اینها لانفضوا من حولک، همه از پیش شما فرار میکردن. نرم خویی به مهربانی و لطف و خوشی توانی که پیلی به موی کشی. اگر ما بدی رو با بدی جواب دادیم واکنش نشون میده شخص مقابل، اما اگر بدی رو با نیکی جواب دادیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، هرگز نیکی و بدی با هم برابر نیستن. ادفع بالتی هی احسن، شما همیشه بهترین پاسخ رو بدید، بهترین واکنش رو نشون بدین. فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. ولی حمیم، اگر شما این گونه برخورد کردید که بدی رو، منکر رو با یک لحن خوش، با یک برخورد حکیمانه، با یک رفتار زیبا پاسخ دادید، دشمن خونی شما دوست جونجونی شما خواهد شد، دوست صمیمی شما خواهد شد. این قول الله متعال است در سوره فصلت آیه 34 و ما یلقاها الا الذین صبروا. اما این صفت رو به دست آوردن صبر میخواد. کسانی میتونن این گونه باشن که صبور باشن، و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، و کسانی که به این صفت دست پیدا کردن که صبور باشن، به خاطر دعوت، به خاطر اصلاح نرمخو باشن، گذشت بکنن، تواضع داشته باشن، فروتنی داشته باشن، نیتشون خالص باشه و بدونن که چی کار بکنن. اینها ذو حظ عظیم، بهره بسیار بزرگی رو اینها بردن. همیشه وقتی که در دعوت شروع میکنیم به دعوت فراموش نکنیم که ما دوربری های خودمون رو هم باید اول از دوربری های خودمون آغاز بکنیم، از خودمون آغاز بکنیم، خودمون اون چیزی که میگیم مخالفت نکنیم با اون. چرا که اگر ما من نوعی دعوتگر وقتی که عامل نیستم اون چیزی که دارم میگم، من خودم اون چیزی رو که دارم میگم دوربری‌ها میدونن که عمل نمیکنم، چگونه انتظار دارم که از من گوش بکنن این کار رو؟ قبل از اینکه با زبانمون حرف بزنیم، با اعضای بدنمون، با رفتارمون، با کردارمون دعوت بکنیم دیگران رو، با اونها سعی نکنیم اینجوری احساس نکنن که طرف فقط برای ما بلده، این چیزها رو برای خودش بلد نیست و به خودش که میرسه همه چی براش جایزه و به ما که رسید اون موقع همه چی حرام میشه. و از موارد دیگه‌ای که باید در بحث دعوت، یک دعوتگر باید مد نظرش باشه، یک دعوتگر باید استغنای نفس داشته باشه. جایی که دست دراز نمیشه پا رو دراز کرد، یک قاعده کلی است. دعوتگری که میخواد موفق باشه، اگر بدهکار کسی بود اون موقع اگه بخواد بره امرش بکنه فلان پول منو بده، فلان چیز منو بده، همیشه انسان باید غنای نفس خودش رو حفظ بکنه تا بتونه موفق باشه در مسیری که گام برمی‌داره و همیشه سعی بکنه که روش‌های مختلفی رو استفاده بکنه برای اینکه تنوع داشته باشه دعوتش و بدونه چگونه در این دعوت موفق باشه. ما در این موارد باید تجربه بکنیم. حتما عزیزان تجربه کردید بارها و بارها وقتی که ما
برخورد ناشایست کسی رو، در برخورد با منکر و در امر به معروف اگر یک کمی تنوع به خرج بدیم، یک کمی از این برخورد عادی که همیشه ما داریم و تندی برخورد کردن و فلان فلان شده، چرا این کار رو کردی، چرا اون کار رو نکردی، اینها به نتیجه نمیرسیم ما، جز اینکه واکنش منفی نشون داده میشه از طرف مقابل. و حتی اگه فرزند ما باشه، حتی اگه همسر ما باشه، حتی اگر خواهر و برادر ما باشه، دوست صمیمی ما هم باشه، جلوی ما چیزی نگه از ترس ما، ولی در پشت سر ما باز دوباره همون کار خودش رو تکرار خواهد کرد. حضرت انس میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال من خدمتگزار ایشون بودم، اما یک دفعه به من نگفت در جایی که کاری رو از دست من انجام شده بود که نباید انجام میدادم، نگفت چرا انجام دادی، و یک جایی که کاری رو باید انجام میدادم و انجام ندادم هم نگفت که چرا انجام ندادی. اینه که ما در بحث دعوت خودمون همیشه ما بیشتر فقط از زبون استفاده کردیم، اون هم زبانی تند. اینو من بدون تعارف و رو درواسی دارم میگم، خیلی از ما تو خانواده ها داریم این کارو میکنیم دیگه، هر وقت که منکری رو میبینیم پرخاش میکنیم، تندی میکنیم، برخورد همجوری مستقیم یک واکنشی رو نشون بدیم. یک کمی بیایم سعی بکنیم که اول صبر، بعد این تواضع، بعد از نیت خودمون شروع بکنیم، دیدمون رو نسبت به شخص مقابل عوض بکنیم، دیدمون رو نسبت به اونها تغییر بدیم، دیدمون رو نسبت به خودمون، نسبت به کارمون، نسبت به دعوتمون و روش ها رو تلاش بکنیم که ما همیشه به دنبال اصلاح باشیم، همیشه به دنبال حل مشکل باشیم، همیشه به دنبال کمک کردن به دیگران باشیم، انتقام شخصی از کسی نگیریم، کینه‌های شخصی رو مطرح نکنیم و در بحث راههایی که به ما کمک میکنه، اولویت‌هایی رو باید مد نظرمون قرار بدیم، بدونیم از کجا شروع بکنیم. حالا ما در بحث امر معروف و نهی از منکر خیلی وقتها شخص مقابل ما مبتلاست به دردهای مختلفی، مبتلاست به بیماری‌های روحی، اخلاقی، اعتقادی، عملی، و حالا از کدوم شروع بکنیم. این مهمه که ما بدونیم من نوعی به عنوان یک دعوتگر، به عنوان کسی که امر معروف میکنم و نهی از منکر میکنم، یک شخص مقابل من هست، مشکلاتی داره، من میخوام مشکلاتش رو حل بکنم، کدوم یکی رو اول مطرح بکنم، کدوم یکی رو اول شروع بکنم، از کجا شروع بکنم که موفق بشم. یک مراحلی رو ما باید مد نظرمون باشه که بدونیم از کجا شروع بکنیم تا موفق تر باشیم، که به اسم اولویت‌های امر معروف و نهی از منکر یا به تعبیر عام‌ترش اولویت‌های دعوت ما مطرح می‌کنیم. این موضوع در این قالب مطرح میشه و در این باب با جناب دکتر دوباره بحث خودمون رو آغاز خواهیم کرد درباره اولویت‌های دعوت که ما از چه مواردی اول باید شروع کرد. جناب دکتر با عرض سلام مجدد، در امر دعوت ما شخص مقابلمون رو وقتی که مد نظر قرار میدیم یک فهرستی رو نیاز داریم که بدونیم از کجا شروع بکنیم، الاهم و فالاهم، تا مهمتر و مهمتر رو رعایت کرده باشیم. چه مواردی رو باید مد نظرمون باشه در این فهرست؟ در قضیه امر معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه مهمترین نقطه این است که همونطور که در ابتدای برنامه گفتم، ما فروشندگان یا عرضه کنندگان بهشتیم و میخواهیم که مردم رو به سوی سعادت، به سوی بهشت، به سوی آرامش دنیا و آخرت دعوت کنیم. مهمترین نقطه ای که باعث میشه که یک فرد به کمال انسانی خودش برسه یا به سوی کمال حرکت کنه و زندگیش آرام بگیره و یک انسان بشه در واقع به معنای کلمه، این هست که رابطه بنده با خداش مستقیما برقرار بشه. بنده احساس کنه که خالقی داره و اون خدای یکتاست که هیچ شریکی هم براش نیست. بس مهمترین قضیه‌ای که ما کسی رو میخوایم به سویش دعوت کنیم قضیه توحید و یکتاپرستی خداوند متعال هست تا جامعه و فرد از گمراهی، از سردرگمی، از الحاد و از ضایع شدن نجات پیدا کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی می اومد با افراد حرف میزد چی میگفت؟ میگفت که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، فقط بگید که هیچ پروردگاری نیست مگر خدا یکتا، به این قضیه اگر شما ایمان آوردید تفلحوا، رستگار میشید، خوشبخت میشید، در دنیا و آخرتتون مسیر زندگیتون رو قلتق میفته و میدونید که راه از چاه کجاست. و این دعوت همه پیامبران بود.
همه پیامبران وقتی که برای به سوی بشریت می اومدن دعوتشون همین بود. خداوند متعال این رو بارها در قرآن کریم برای ما نقل کرده که لقد ارسلنا نوحا الی قومه، نوح رو فرستادیم به سوی قوم خودش، فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای قوم من بیایید عبادت خداوند رو به جا بیارید که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست. همین رو میبینیم و الی عاد اخاهم هودا، برای قوم عاد برادرشون هود فرستادیم، برای قوم فلان ثمود صالح رو فرستادیم، برای قوم فلان پیامبر رو فرستادیم. همشون دعوتشون چی بود؟ یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، ای ملت خدا را عبادت کنید که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست. خداوند منان هم در قرآن کریم یک سوره کامل رو به این موضوع تنها در همه سوره های قرآن صدای توحید و به اصطلاح اکسیژن است. توحید برای یک مؤمن باید مثل اکسیژن هوا باشه که اگر توحید رو ازش قطع کردیم دیگه زندگی براش میسر نشه، اصلا نتونه زندگی کنه و در هر لحظه زندگیش این همونطور که اکسیژن وجود داره باید توحید به اصطلاح وجود داشته باشه و ششش قلبش پر از این معنا باشه. مثلا اینه که سوره اخلاص یک سوره بسیار کوچیکی هست در قرآن کریم، از نظر به اصطلاح حجم یک سوره بسیار بسیار کوتاهی هست، 3 آیه، اما میبینیم و از نظر رتبه مکانی چقدر با ارزش هست که یک سوم قرآن هست. شما 3 بار سوره اخلاص رو خوندید انگار که قرآن رو ختم کردید. برای چی؟ برای اینکه در اول این سوره چی هست؟ تعریف خداوند متعال، قل هو الله احد، خدا یکتاست، که این مفهوم وقتی که در افراد زنده شد دیگه اونها به سوی رستگاری میرن، دیگه نه به عبادت جاه و منصب میکنند، نه عبادت مال و ثروت میکنند، نه از کسی میترسند، نه اینی که فکر میکنن که کسی دیگه میتونه به اونها ضرر یا منفعتی برسونه. قرآن کریم میفرمایند ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند اینقدر از شرک متنفر هست که انسانی که مشرک باشه خداوند میفرماید در همین زمین قضیه روشن و واضح هست که خداوند از کسی که مشرک هست در نخواهد گذشت، اما کسی که غیر از شرک گناه مرتکب گناه‌های دیگه ای شد خب خداوند بخواد اون رو به اصطلاح میبخشه. پس قضیه توحید این باید در محور و در رأس اولویت‌های امر به معروف و نهی از منکر ما باشه که هر کسی رو دیدیم کمترین شبهه شرکی در کارش هست، کمترین بوی شرکی از گفتارش یا از کردارش میاد، فوراً باید جلوش رو بگیریم، باید بیاییم نصیحتش کنیم. من خیلی خوشم میومد بعضی از جوانهای ما میومدند آقا میگفتند آقا این گل اسمش هست آفتاب پرست، آقا این چرا باید اسمش آفتاب پرست باشه یا آفتاب گردون است. حتی این کلمه هایی که یه بوی از شرک بیش میاد که آقا بیاد یک گل رو شما بگید که این پرستش آفتاب میکنه، نه خیر، گل با آفتاب میگرده، آفتاب پرست نیست. خب این حتی این کلمه رو هم نباید ما تحملش کنیم، نباید همچنین مواردی که بسیار در ظاهرش هیچ رنگ و بویی نداره حتی اینها رو هم باید در جامعهمون تغییر بدیم. و مبحث توحید مبحثی هست که روش نباید با کسی کنار اومد یا با کسی شوخی کرد، چرا که قضیه بهشت و جهنم هست و قضیه مورد عفو و بخشش خداوند قرار گرفتن یا هلاک شدن هست. جناب دکتر، حالا مسئله توحید رو شما میفهمید، مثلا اگر کسی به هر حال یک بحث مشکل اعتقادی داره در بحث توحید و مبتلا است و بعضی از شبهات شرکی یا به شرکیات مبتلا است و در کنارش مثلا ترک نماز میکنه یا امثال زاله گناهان دیگری رو انجام میده، پس اهم و اولا این هست که اول ما بیایم بحث توحیدش رو مطرح بکنیم، بعد از اینکه این مشکل حل شد بعد بپردازیم به مسئله دوم. دقیقاً، چون که اگر قضیه رابطه بنده با خدا درست نشد دیگه معنا نداره که مثلا طرف بیایم ما از فلان گناه اون رو
منعش کنیم؟ با چه مجوزی داریم ما منعش میکنیم؟ وقتی کسی نماز نمیخونه و اصلا خدا رو قبول نداره، ما با چه مجوزی میتونیم اون رو به اصطلاح بگیم که به سوی نماز دعوت کنیم؟ یا کسی که خدا رو قبول داره اما میدونه اگر رفت امام رضا، خب امام رضا همه گناهاش رو به اصطلاح که قلم قرمز میگیره روش خط میزنه، آقا همه گناهات بخشیده شد. وقتی که همچنین تصوری داره، حالا ما با چه مجوزی میایم به این میگیم که آقا این کارو بکن یا اون کارو نکن؟ آقا بیا نماز بخون. خواهد گفت که من نماز نمیخونم اما به اصطلاح تاریخ فلان میخوام برم مشهد و امام رضا همه این گناه منو به دوش خودش میگیره و تموم شد حکایت. پس اینجا مهم اینجاست که ما این توحید رو براش شفاف کنیم، براش برسونیم که نه، هیچ کسی در کنار خدا نیست، نه امامی، نه پیامبری، نه پیری، نه قبری، نه امامزاده‌ای، نه همه اینا مثلا یک نوع دکانداری هست که 4 تا شیاد مذهب فروش اینا رو درست کردن تا جیب من و شما رو خالی کنند. این جیب برا هستند. خب این رو وقتی براش روشن کردیم دیگه، بعد از این که طرف خدا رو شناخت، محبت خدا در قلبش شد، این خودش شیفته میشه که این خدایی که به من اینقدر نعمت ارزانی کرده، این خدا یکتایی که رازق هست، مهربون هست، رحمان هست، رحیم هست، علیم هست، آگاه هست به همه اون چی که از من سر میزنه، من روز قیامت بازخواست میکنه، دیان هست. این خدا خب شیفته میشه فرد که بشنوه که بسلا این خدا چه دستورالعمل هایی برای ما گذاشته تا ما اون رو عملی کنیم، اجرا کنیم تا محبت خداوند رو کسب کنیم. اگر این مورد بعد از اینکه بحث توحید مطرح بشه، خب حالا الله تعالی رو مثلا قبول کرد به یگانگی، به وحدانیت، بعدش مرحله بعدی چی است؟ ما بعد مد نظرمون باشه که از اون بالا شروع بکنیم، هر کسی که در مرحله اول مشکل نداشت باز بریم به مراحل بعدی همینطور بیایم پایین تا از زیر بنا درست بکنیم مشکل رو. مرحله بعدی میایم روی این بحث میکنیم که خب آقا این زندگی که شما دارید زندگی بیهوده ای نیست. این خدایی که الحکیم هست تو رو بیهوده که خلق نکرده. همین خدای حکیم میفرماید تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این خدای بزرگ که بر همه چیز قادر و توانا هست، زندگی و مرگ رو آفریده تا شما رو در این میدان زندگی و مرگ مورد آزمایش قرار بده، تا شما ثابت کنید که کدوم یکی از شما برنده میشید و کدوم یکی از شما در کارتون موفقتر هستید و در اعمال و کردارتون نیکوتر. پس این فرد رو میرسونیم به اینی که یک روز حساب و کتابی هست. قضیه آخرت رو براش روشن میکنیم که روزی هست که هیچ یک از خوبی های شما در اون روز ضایع نمیشه. هر خوبی کرده باشی، حتی یه لبخندی هم که زده باشی برای یک دستی کشیده باشی روی سر یک مظلوم و یک ستم دیده ای، یک حرف خوب زده باشی، یک دل شکسته ای رو به دست آورده باشی، همه اینها تو حسابت هست. روز قیامت اجر و پاداش رو میگیری. و اگر هر گونه کوچیکی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که هر گونه یک ذره خوبی هم کرده باشی اجر و پاداش رو میگیری، در مقابل هم یک ذره بدی کرده باشی روز قیامت اون رو خواهی دید و باید حساب پس بدی. این قضیه حساب پس دادن، این قضیه اینی که انسان مسئول کردار خودش هست، این قضیه اینی که انسان در مقابل اون خوبیایی که انجام میده خوبیاش ضایع نمیشه، پاداش خواهد گرفت. وقتی این برای فرد روشن شد و این تو وجدانش کاشته شد، تو ضمیرش کاشته شد، در واقع ما این فرد رو یک فرد صالح به جامعه تقدیم کردیم. نه اینکه از این فرد گناه صورت نمیگیره، اما این فرد با یک چکشی به نام وجدان داره حرکت میکنه که تا از بدی صورت میگیره این چکش میخوره به سرش و این باز خودش رو مورد وارسی قرار میده و توبه میکنه و برمیگرده، گناهی که کرده اون رو جبران میکنه
وقتی که هم که کار خوبی میکنه بیشتر دلش شاد میشه، تشویق میشه، خودش یک انگیزه داخلی اون رو تشویق میکنه، یک انگیزه داخلی اون رو به سوی خیر تشویق میکنه و از بدیها باز میداره. این نقطه دوم که نقطه ایمان به آخرت باشه هم خیلی خیلی حائز اهمیت هست و در مسیر به اصطلاح استقامت و پایبندی و صلاح فرد و جامعه یک نقطه بسیار حیاتی است. آیا همین دو نکته اگر درست بشه میتونه مشکل ما رو حل بکنه که طرف بتونه در مسائل بعدی که هست، مراحل بعدی ثابت قدم باشه و بتونه کاملا مسائل بعدی رو عامل باشه بهش؟ این دو نقطه بسیار حائز اهمیت هستند، اما در کنار این دو نقطه یه مورد دیگه هم باید مد نظر باشه و اون اینه که خب این فردی که به خدا ایمان داره، این فردی که الان به آخرت ایمان داره، در مقابل سختی ها احتمال داره که افت کنه، احتمال داره که به اصطلاح شکست رو قبول کنه، ناامید بشه. اینجاست که یه مورد سومی هست که اون ایمان هست به قضا و قدر الهی. این نقطه رو هم باید برای همه انسان ها ما شرح بدیم، بستش بدیم تا هرگز یأس و ناامیدی راهی پیدا نکنه به این قلب ها. وقتی ما افراد رو میگیم که آقا هر چی که برای شما اتفاق میفته این برای شما خوب هست و این یا نتیجه اعمال شما هست که باید شما اعمالتون رو درست کنید، یا اینی که یک آزمایشی هست از جانب خداوند منان و هیچ کسی در دنیا این قدرت رو نداره که به شما یک ضرری برسونه یا یک منفعتی برسونه که اون منفعت یا اون ضرر در غیر علم خداوند منان باشه. اینجاست که دیگه اون فرد اگر هم این مورد نباشه، خب این فرد به منجلاب شرک در عبادت دیگران ممکنه که گیر بیفته. وقتی که کسی که به قضا و قدر الهی ایمان نداره، خب میترسه که فلانی رزقشو قطع کنه، فلانی یه ضرری بهش برسونه. ما وقتی این رو بست میدیم و میاییم بهش میگیم که آقا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ابن عباس فرمودند که احفظ الله یحفظک، تو خدا رو در خودت داشته باش، خدا هوای تو رو داره. احفظ الله تجده تجاهک، تو احکام و دستورات خداوند رو عملی کن، خداوند هوای تو رو خواهد داشت. و بدون که همه امت اگر جمع بشن که یک ضرری به تو برسونن، نمیتونن هیچ ضرری برسونن مگر اون چیزی که خداوند نوشته است و اون میسر میشه. و اگر همه امت و همه بشریت جمع بشن که به توی فایده‌ای هم برسونن، نمیتونن مگر اون چیزی که خداوند برای شما نوشته شده و الان هیچ دیگه راه برو برگشت نیست. همه چیزا این. وقتی که ما طرف رو به این ایمان به قضا و قدر آشنا میکنیم و انس میدیم، اینجاست که دیگه اگر پسرش وفات کرد، اگر پدرش وفات کرد، اگر فلانی تصادف کرد، اگر یک مشکل بزرگی براش اتفاق افتاد، اگر از کار زدن بیرونش کردن، اگر دیگه این شخص ناامید نمیشه. این شخص قدرت و توان این رو داره که این با این مصیبتی که به وجود اومده استقامت کنه و خودش رو کنترل کنه. و در مقابل هم اگر به هر حال شاهین پادشاهی رو شونش نشست و پادشاه شد، اگر نمیدونم مال و ثروتی به دست آورد، پولدار شد، دیگه خودش رو نمیبازه، میدونه که این به اصطلاح یک نعمت الهی است، یک آزمایش الهی است و خداوند به من این رزق و روزی رو داده. دیگه این رزق و روزی رو فکر نمیکنه که این از طرف فلان شخص هست یا از طرف فلان نظام و حکومت که من پس باید در مقابل این رزق و روزی که به من دادن من برم عبادتشون کنم یا برم نوکرشون باشم. اینجاست که بنده رابطهش با خداش همیشه مستحکم هست و تمام این مسائلی که در زندگیش به وجود میاد اینها رو جز همون آزمایش قرار میگیره و اینها رو در به اصطلاح قالب قضا و قدر الهی بسته بندی میکنه و با یک
آرامش خاطر تحمل میکنه و میتونه به اصطلاح از این فرصت ها استفاده درست ببره به جای اینکه ضایع بشه. پس میتونیم نتیجه بگیم جناب دکتر که اولین مسئله که ما باید در بحث دعوت براش اولویت قائل بشیم و برامون مهم باشه مسائل اعتقادی است که ببینیم طرف اعتقادش در بحث توحید، در بحث معاد، در بحث به هر حال قضا و قدر و نبوت و موارد دیگری که مرتبط مباحث ایمانی است. اول از اینجا شروع بکنیم تا این بستر آماده بشه، تا این به هر حال بنیه اصلی اصلاح بشه و اون موتور اصلی محرکی که ما نیاز داریم، اون قدرت ایمانی، این رو وادار بکنه به کارهای بعدی. بعد از اینکه حالا مخاطب خودمون رو در بحث امر معروف و نهی از منکر در این باب به این نتیجه رسیدیم که الحمدلله به هر حال تا یه حدی مقبوله دیگه مسئله بحث اعتقاداتش. مرحله بعدی چی خواهد بود جناب دکتر؟ بعد در چه مواردی بعد اولویت قائل بشیم تا بتونیم اونجوری که شایسته هست این وظیفه رو انجام بدیم؟ دقیقاً وقتی که فکر ساخته شد، وقتی که اندیشه ساخته شد، بعد از اون قضای دیگه حل هست، فقط نیاز به آموزش هست. شیوه به اصطلاح اجرایی رو فقط ما میخوایم به افراد برسونیم. دیگه میام به احکام شریعت میرسیم که آقا مثلا در عبادات، آقا نماز، روزه، حج، زکات، آقا حکمش چی هست، شیوه اجراییش چی هست، مبتلات و مثلا مکروهاتش چه هست، واجباتش کدومه، چند بار نماز بخونیم، چه وقتایی بخونیم. اینا همه جوانب به اصطلاح اجرایی اون عبادتی هست که طرف بعد از این که عقلش ساخته شد، مخش ساخته شد، فکرش ساخته شد، اندیشهش اون رو قبول کرد، دیگه اجرایی این فقط اون دنبالش هست و ما تنها نیاز هست که به اصطلاح ارشادش کنیم. آقا طرف خدا رو شناخته، شرک نداره، ایمان به خدا داره، به آخرت داره، به قضا و قدر داره، اما جامعه بهش تلقین کرده که آقا نمازها 3 بار از در شبانه روز، میایم این رو یادش میدیم که نه عزیز جان، تو بیا حالا که اگر نمازی هست، نماز رو باید از کی یاد بگیریم؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بیایم زندگی پیامبر رو ببینیم که حرف از 5 نماز هست، 5 وقت نماز، نه 3 وقت نماز. طرف مثلا شیوه وضو گرفتنش اشتباه، شیوه عبادتش اشتباه، میاد آقا به جای اینکه زکات بده میره خمس میده. میایم این رو به اصطلاح بیش میرسونیم که برادر جان من، خداوند نمیخواد مال و ثروت تو رو بگیره، خداوند رحمان و رحیم هست. تنها زکات برای افرادی که این همه مثلا مال دارن، مالشون به اصطلاح فائض هست، در اونهاست. اون هم چقدر؟ 2.5%، یعنی چیز بسیار بسیار ناچیزی، فقط به خاطر رسیدن به اصطلاح بینوایان و اون هم مصاریف خاص خودش رو داره برای رشد جامعه، برای حرکت جامعه. اما اینی که شما برید خمس بدید به مردم، به مجموعی از مذهب فروشان به اصطلاح جیب شما رو خالی کنند به اسم دین و به اسم خمس، آقا تو داره اشتباه هستی، هم مالت رو داره میدی، هم فردای قیامت باید جوابگو باشی. خب این رو مثلا وقتی ما بیایم اینطوری با دلسوزی و با دلیل و برهان از قرآن و سنت وقتی براش بست بریم، خب خاناخا گوش شنوا پیدا خواهیم کرد. بعد از اون مثلا مسائل ما در همین مورد تا از موضوع خارج نشیم، مثلا یک انسان به هر حال مسلمانی که هم معتقد است به همین مواردی که ما ذکر کردیم در بحث اعتقادی، به همین آن چیزی که باید اعتقاد داشته باشه یک مسلمان اعتقاد داره، اما در بحث نماز به عنوان مثال که خب مسئله بسیار مهمی هست، مسئله نماز رو یا نمیخونه یا در مسئله نماز بسیار سستی داره یا پایبندی به نمازهای جماعت نداره. حالا از همین مسئله اولش که ترک نماز نمیخونه، این رو چی کار باید کرد؟ مثلا شاید این مورد خیلی باش درگیر باشن. الان بحث اعتقادی مشکل اعتقادی هم نداره، منی که میخوام این رو دعوت بدم، من امر معروف بکنم، نهی از منکرش بکنم، چی کار باید بکنم؟ چگونه میشه این رو دوباره برگردون به مسجد و یا اصلا شاید حالا عادت نکرده به نماز خوندن، چگونه میشه این رو اصلاحش کرد؟ بله ببینید وقتی که طرف نماز نمیکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این جمله بسیار بسیار واضح و روشنی رو به ما فرمودند که فرق ما با کافران در چی هست؟ در نماز هست. الفرق بیننا و بینهم ترک الصلاة فمن ترکها فقد کفر. کسی که نماز رو ترک کرد در واقع کافر شد. یعنی چی؟ یعنی اینی که شما میگید که من به خدا ایمان دارم، قضیه توحیدم 20،
آقا قضیه توحید بیسته اینه که یک مستلزماتی داره. یه چیزی که من ادعا میکنم این یه ادعاست از جانب شما که شما میگید که من در همه موارد بیستم، در قضیه ایمان به آخرت بیستم. اگر واقعا این طرف در این مورد مشکلی نمی داشت، خب هرگز نمیتونست از نماز سرپیچی کنه. این طرفی که میدونه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماند آقا اگر نماز نخوندی جا جهنمه، دیگه امکان نداره که به اصطلاح نماز نخونه. پس اینجاست که به اصطلاح این ایمان در واقع ایمان نشده، این شده یک به اصطلاح شعار، یک ادعا. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی باور قلبی. یه چیزی رو من دیدم، با چشم سر خودم دیدم، به اصطلاح بهش قبول دارم، این اتفاق افتاد، من مؤمنم، من ایمان دارم به این چیز. باید ایمان به آخرت و به خداوند، به قضا و قدر به همین مرحله برسه که طرف انگار همه اینها رو دیده، یعنی انگار خدا رو دیده. همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که در مرحله احسان که انگار ان تعبد الله کانک تراه، چنان باید خدا رو عبادت کنی انگار که تو خدا رو میبینی. اگر تو نمیبینی خدا که تو رو میبینه. پس وقتی که ایمان شد دیگه امکان نداره این فرد به اصطلاح سرپیچی کنه از ادای نماز، امکان نداره که این فرد از ادای احکام الهی که باعث میشه یا اینها شاخصه اون ایمان هست، انعکاس اون ایمان هست، سرپیچی کنه. اگر سرپیچی کرد یعنی اینی که هنوز مشکل ایمانیش برطرف نشده، اینها عوارض هست. یک طرفی بیماری داره، عوارض این بیماری این هست که آقا گلوش بیاد بالا. الان ادعا میکنه که به اصطلاح اون بیماری حل شده، به مشکلی در نداره، تو کبدش مشکل نداره، اما هنوز این عوارض وجود داره. پس معناش اینه که هنوز اون بیماری به طور جذری و به طور به اصطلاح ریشه‌ای علاج نشده و نیاز هست که اون بیماری بار دیگه علاج بشه، اون طرف تذکر داده بشه تا وقتی که به اصطلاح این عوارضش برطرف بشه و انسان پایبندی بشه. جنبتون حالا یک سوالی که در همین باب باز پیش میاد، مثلا یک شخصی حالا شروع کرده به یک تحول، حالا یا تازه مسلمانی هست وارد اسلام شده، یا مسلمان به هر حال کاهل نمازی بوده، یا در هر عبادت دیگری مسلمانی بوده که سستی کرده در عبادت‌های خودش، حالا شروع کرده. در ابتدای راه غالبا یک سری سستی‌های دوباره مشاهده میشه، یک سری کوتاهی‌های مشاهده میشه، یک سری عادات و رسوم و به هر حال شاید باورهای غلطی که قبلا بوده و عادت کرده اینها هم هست. حالا برخورد ما در ابتدای راه با این شخص چگونه باید باشه؟ آیا این اجازه برای ما هست به عنوان یک دعوتگر، کسی که امر معروف و نهی از منکر میکنه، که چشم پوشی بکنه از برخی از این خطاها یا اشتباهات، به خاطر اینکه اون مسئله تدرج و به هر حال کم کم پله پله رسیدن رو مطرح بکنیم و رعایت بکنه، یا نه حاضرم روز اول بعد همه موارد کاملا مد نظر گرفته بشه، بعد انتظار داشته باشیم این شخص همون روز اول همه چیز رو 100% رعایت بکنه و اگه رعایت نکرد باید باش برخورد کرد؟ در مسیر به اصطلاح اصلاح تدرج و پله پله راه رفتن خب یک به اصطلاح سنت بشری هست. یکی اینه که شما بیایید یک شخص رو بگیرید، آقا بیا اینجا وایسا 4 تا کتاب هم روش بخونید، این کتابا رو مو به مو اجرا کنید، امکان نداره. کسی که به اصطلاح در یک اشتباهی بوده، در یک گناهی بوده یا در یک انحرافی بوده، الان شما اون رو اصلاح کردید، یا کسی که تازه مسلمون شده اصلاح شده، اینجا دیگه نیاز هست که پله پله این به اصطلاح مسائل رو یاد بگیره، قضایای به اصطلاح عبادی، قضایای اجتماعی اسلام، قضایای اقتصادی. وقتی که قضایای عقیدی رو براش روشن کردیم و در مسیر اگر اشتباهاتی هم ازش صورت گرفت، ما باید دیگه به اصطلاح این ظرفیت رو داشته باشیم که اون رو تحملش کنیم. اینها رو در اصطلاح شریعت اسلامی بهش میگن مؤلفة القلوب، یعنی اینهایی که باید دلشون رو به دست آورد، باید مواظبشون بود. پس این یه فردی هست که دیگه باید مثل یک به اصطلاح شیشه ازش نگهداری بشه، نذاریم که بشکنه، نذاریم که چیز بدی از ما مسلمون ها ببینه که خدای نکرده از اسلام زده بشه. چون که الان
وقتی که تازه میاد به سوی پایبندی به دین، به سوی به اصطلاح اسلام، این شخص ما رو به عنوان نماد اسلام نگاه میکنه. برخورد بد ما، برخورد به اصطلاح سخت ما باعث میشه که اون از اسلام به اصطلاح زده بشه، فکر کنه که اسلام یعنی سخت خویی، اسلام یعنی تند خویی. اینجاست که نیاز هست که ما نه، باید خیلی گذشت داشته باشیم، خیلی قلب و سینه گشادی داشته باشیم برای استقبال این افراد. هر گونه اشتباهی ازشون سر میزنه اونها رو با نرمی، با خوبی به اصطلاح به سوی دین دعوت کنیم. غیر از این مواردی که ذکر فرمودید جناب دکتر، بحث اعتقاد و عبادت ها، بعد در موارد دیگر چه مواردی رو مهم است که مد نظر ما باشه در اسالیب دعوت ها رو باز به اقسام مدعوین باز بعداً برسیم بشه؟ در بعد از مثلا مسائل نظام عبادی رو وقتی که اگر ما برای شخصی بحث دادیم و آموزش دادیم، نیاز هست که مثلا مسائل جانبی دیگه‌ای که هم مهم هست، قضیه مثلا مسائل اجتماعی، این رو هم برای افراد بسط بدیم. فرد و مسئولیت‌های فرد، جامعه و مسئولیت‌های جامعه، خانواده که خداوند متعال به مرات به این اشاره می‌کند که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانواده‌تون رو از آتش جهنم نجات بدید. پس فرد و خانواده در کنار هم هستند. به آزادی هایی که فرد داره در به اصطلاح قضایی که به اصطلاح ازدواج، شیوه ازدواج، آزادی های زن، آزادی های مرد، مسئولیت های زن، مسئولیت های مرد، تکافل اجتماعی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی، همه اینها رو به فرد به اصطلاح آموزش بدیم. بعد از اون مثلا نظام اقتصادی اسلامی، قضیه به اصطلاح ثروت، قدرتی که تملکی که شما، ملکیتی که شما میتونید داشته باشید، قضیه زکات، نمیدونم عدم رباخوری، عدم دروغ و مکر و حیله در تجارت، نمیدونم ضمانت وسایل کار، ضمانت حق کارگر، ربا نخوردن، همه این مسائل به اصطلاح مسائلی هست که با گذشت زمان و پله پله اینها به افراد به اصطلاح تلقین بشن، افراد باشون آشنا بشه و اینها بسط داده باشند. همینی که به عنوان یک حکم به اصطلاح سفت و سخت رو افراد به اصطلاح تحمیل نشن، به خصوص امروزه که عقلها باز شده. ما میتونیم الان بسط بدیم، مثلا برای فرد شیرفهمش کنیم که آقا ربا مثلا چه ضررهایی داره، براش بس بدیم که مثلا بعضی از گناهان رو ببین خیلی زیباست. وقتی ما نگاه میکنیم مثلا آقای سلیمانی، مثلا غیبت یک گناه هست و شرابخوری یک گناه هست، کدومش بزرگتره؟ یقینا به هر حال غیبت کردن از اونم بدتر از شراب خوردن. غیبت کردن که خداوند متعال مثل به اصطلاح خوردن گوشت برادر مرده است. این داره گوشت برادر مرده رو میخوره اما هیچ گونه به اصطلاح تنبیه یا گوشمالی در دین نداره. این آقا رو ما نمیگیریم کتکش بزنیم جلوی مردم، اما اون کسی که شراب خورده اون برش یک حدی هست، برای گوشمالیش یک حد و حدودی هست. حالا میبینیم که ببینید که دین چقدر هوای ما رو داره، چقدر هوای جامعه رو داره که آقا اگر غیبت کردید این رابطت با خودت، با خدات، بیا به هر صورتی شده این غیبت رو پاک کن، توبه کن، اون کسی که بهش بد گفتی اون رو بیا تعریفش کن، به هر حال اون بدنامی که برای کسی درست کردی اون رو برگردون خوشنامی کن. اما دیگه اینی که نظام یا حکومت اسلامی بیا تو رو بازخواست کنه، تو رو ببره زندان بندازه، این نیست. در مقابل چرا؟ چون که اگر ما این رو بگیریم به اصطلاح جلوی مردم این مسئلهش رو فاش کنیم، چی میشه؟ تار و پود جامعه از هم گسیخته میشه، دشمنی ها سبز میشه و افرادی که با هم دوست و عزیز هستن اینا از هم جدا میشن. در مقابل میبینیم که نه، شراب خوردن با وجود این که از به اصطلاح حیثیت گناهی از غیبت کمتره، اون فرد نه، اون باید گوشمالی داده بشه. چرا؟ چون که کارش
باعث میشه که لطمه بخوره بر جامعه. همین کارش باعث شده که جامعه، تار و پود جامعه از هم بپاشه. وقتی که ما میاییم این رو تنبیهش میکنیم، ما جامعه رو حفظ کردیم. این مسائل رو وقتی میاییم بست میدیم، افراد وقتی که انجامش میدن لذت میبرند، میدونن که به اصطلاح دینشون چقدر به اصطلاح هوای اونها رو داره، چقدر در فکر بشریت هست، چقدر در فکر ساختن جامعه و انسانیت هست. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید یک برنامه کوتاه بگیریم از دوستان در اتاق کنترل، بعد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود ان شاء الله با ادامه مبحث در یک ربع باقی مانده. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق. شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044 20 35 19 30 66 2044 33 20 10 14 33. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق. لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق، منتظر صدای گرمتان هستیم. بار سلام مجدد خدمت همیشه ما خوبان و عزیزان. امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف باید با معروف باشه و نهی از منکر به غیر منکر باید باشه. این قضیه باید مد نظرمون باشه و فراموش نکنیم که ما در امر به معروف با کاری منکر نمیتونیم به معروف دعوت بکنیم و با نهی از منکر با معروف باید بریم سراغ نهی از منکر، نه با منکری بدتر از خود منکر. به همین خاطر در برخوردمون باید همیشه مد نظرمون باشه، علاوه بر اینکه نیتمون نیت اصلاح باید باشه. و اینا مواردی هست که در اسالیب، در اولویت‌های دعوت رو نباید فراموش بکنیم که ما وقتی یک انسانی رو می‌بینیم به هر حال یک سری مشکلاتی داره، ریشه‌یابی بکنیم. اول از مباحث اعتقادی شروع بکنیم. هر کسی، حالا شاید یک انسان غیر مسلمان باشه اصلاً، یا انسانی که مسلمان دچار بحث خرافات هست، و از پایه شروع بکنیم و اول مسائل اعتقادیش رو اصلاح بکنیم. بعد بیایم در بحث عبادات و عبادت‌های بزرگی مثل نماز رو که بسیار مهم هست تاکید بکنیم، سعی بکنیم بکشیمش به سمت نماز، که نماز ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز از بدیها و از فحشا باز می‌داره انسان رو. چه بسا که یک انسان گناهکاری رو که مبتلا به خیلی از بیماری‌ها هست، اخلاقی و یا رفتاری و یا خیلی از گناهان و معصیت‌ها رو داره انجام میده، اگر بتونیم ارتباطش رو با نماز برقرار بکنیم، اگر بتونیم اون رو با نماز آشتی بدیم، خود به خود این نمازش، این عبادت بزرگش سبب میشه که گناهان دیگر رو خودش ترک بکنه و اینها رو مد نظرمون باشه. و جناب دکتر درباره راه‌های دعوت، ما در به هر حال عصر زمانی که هستیم چه روش‌های مفیدتری برای ما وجود داره و چگونه میتونیم در این باب ما موفق‌تر باشیم در امر دعوت با رعایت تمام مواردی که گفته شد، به هر حال صفات یک دعوتگر و اولویت‌های دعوت، چگونه ما میتونیم، چه روش‌هایی به ما کمک میکنه برای موفق بودن در عصر زمانی که هستیم؟ با در نظر گرفتن اون صفت‌هایی که ما گفتیم که فرد ویژگی‌های خاص یک داعی رو به خودش بگیره، با نرمی، با خوبی، با زبان قابل فهم، بدون اینکه رو مردم فشار نیاره و مردم رو اذیت نکنه و از دین زده نکنه، خب یک روشی هست که شما با فرد جامعه رابطه برقرار کنید، که افراد مختلف رو باشون بشینید،
نصیحتشون کنید، دعوتشون کنید، درجه و درک و شعور فهمشون رو بالا ببرید. یک موردش این هست. یه مورد دیگه هست که شما همه جامعه رو مورد خطاب قرار بدید. حالا این جامعه کوچکتر خانواده باشه که در خانواده چطور سعی کنید که خانواده خودتون رو اصلاح کنید، اطرافیان خودتون رو اصلاح کنید و اونها رو قو انفسکم و اهلیکم نارا باشید که اونها رو از اینی که خدای نکرده به سوی زشتی ها برند باز دارید تا روز قیامت همتون در کنار هم خانوادگی به بهشت برید. و اینی که جامعه رو به شکل عموم، حالا الحمدلله امروز دروازه هایی که به سوی یک انسان آگاه باز شده خیلی هست. ما میتونیم به شیوه های مختلف مردم رو به سوی اسلام دعوت کنیم. اینی که اول بدونیم که کل میسر لما خلق له، خداوند متعال فضا رو برای هر انسانی بر حسب استعداداش گذاشته. ما انتظار ندارم از کسی که مثلا پزشک هست که وقتی که به اصطلاح پای بند بدین شد، آقا ببینیم پزشک روی منبر مسجد ایستاده به اصطلاح داره مردم رو وعظ و نصیحت میکنه، یا یک نمیدونم مهندس ما بشه به اصطلاح روحانی. اینجا فخر نداره، ما روحانیمون کافی هست و منبر رو به اصطلاح میتونه اداره کنه. نیاز نیست که با آقا پزشک که بره به اصطلاح منبر ما رو اداره کنه یا مهندس ما بره منبردار بشه. در همون لباسی که شما هستی، در همون لباس مهندسی، در همون لباس پزشکی، شما میتونید اونقدر فعالیت بکنید، اونقدر در مسیر خدمت و اصلاح جامعه مفید باشید که 100 تا روحانی دیگه نتونن. شما در همون میدانی که هستید باید ابتکار عمل به خرج بدید. آقا من یه نویسندم، آقا من یک به اصطلاح سیاسی هستم، من چطور میتونم دعوت بدم؟ بابا در همون اخباری که شما به مردم میرسونید با تحلیل و به اصطلاح بحث دادن اون، با پیگیری اون، شما میتونید خیلی کارا بکنید. شما که نویسنده هستید با یک فیلم درست کردن، با یک قصه درست کردن، بله یک امام مسجد میتونه، یک منبر میتونه بگه که آقا مردم رو که آقا دزدی نکنید، اما شما دیگه نیاز نیست تو قصت بگید دزدی نکنید. شما میتونید حکایت یک شخصی رو بگید که دزدی کرد و چه بلاهایی به سرش اومد. اون مالی که دزدی کرد باعث شد که به اصطلاح دودمان خانوادهش به باد بره و همش در مشکلات به اصطلاح سیر کنه. کسی که به اصطلاح در خطبه و سخنرانی ماهر در این زمینه میتونه به اصطلاح یک ابتکار عملهایی به خرج بده. کسی که به اصطلاح میتونه افراد رو جمع کنه، یک گرد همایی هایی رو تشکل بده، موضوعاتی رو به بست بذاره، مسائل رو مطرح کنه. کسی که حس پژوهشگری داره، آقا بیا به اصطلاح در همون زمینه خودت هستی، در هر چه تخصصت هست، آقا من در به اصطلاح دانشکده اقتصاد میخونم، آقا بیا سرمایه کشور رو به اصطلاح جمع‌بندی کن، ببینید که چقدر این کشور درآمد داره، این درآمد کجا میره. همین رو اگر تو بیایی بست بدی، ببینی که آقا این اموال عمومی چطور به چپاول میره، چه افرادی اینها رو بالا میکشند و این ملت چرا فقیر هست، این ملتی که روی نفت خوابیده، این ملتی که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان رو داره از مثلا کلیهش رو میفروشه و زندگیش رو میچرخونه. این واسه چی؟ این دزدای سرگردنی کیان؟ اینا رو به مردم معرفی کنی و در پی اصلاح جامعه باشیم، در به اصطلاح دست دزدا رو بزنی، این از 100 تا وعظ و نصیحتی که شما سر منبر بری بکنی بهتره. خب اون وعظ و نصیحت رو بذار برای شخص متخصص خودش. شما در همین لباسی که هستید میتونی خیلی کار کنی. شما جوونی که میگید من هیچ به اصطلاح وسیله ارتباطی ندارم، آقا شما در داخل دستت چی داری؟ یه موبایلی داری که این موبایل میتونه بهترین روزنامه شما باشه، میتونه بهترین تلویزیون شما باشه. شما با این موبایلت میتونی خیلی از کارا بکنی، خیلی از نصیحت ها، خیلی از چیزهای به اصطلاح درست، اینها رو در بین جامعه نشر بدی، خیلی از زشتی ها و پلیدی هایی که در جامعه هست جلوی اینها رو بگیری.
خلاصه اینی که ما امروزه کسی نیست که به اصطلاح بهانه‌ای دستش باشه که من نمیتونم یا دسترسی ندارم. هر کسی در هر لباسی در هر جایی که هست میتونه خیلی خیلی در مسیر امر به معروف و نهی از منکر فعالیت داشته باشه، میتونه خیلی از ابتکار عمل به خرج بده و در این مسیر اجر و پاداش هایی رو به دست بیاره که خیلی های دیگه به اصطلاح این توفیق نصیبشون نمیشه. جناب دکتر، ما کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و دوست دارم که بحث رو جمع آوری بکنیم و جمع بندی بکنیم. اگر چیزی دوست دارید اضافه بکنید به مطلب، ما سراپا گوشیم در کمتر از 5 دقیقه. ما وقتی که به اصطلاح در جامعه میخوایم اصلاح کنیم، جامعه رو میخوایم به اصطلاح تغییر بدیم، میخوایم که باید این رو مد نظر داشته باشیم که نباید هرگز ناامید بشیم. همه مردم مثل هم نیستن. به هر حال توی جامعه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تشبیه بسیار زیبایی دارند که به اصطلاح این دین رو تشبیه میدن که من این دین رو که آوردم. خب مردم در مقابل این چی ها هستن؟ برخی از این مردم مثل زمینن که به اصطلاح روش آب بارون که بباره زمین آبو مینوشه، بعد به اصطلاح سبززار به وجود میاد. این بعضی از مؤمنان اینطوری هستند که وقتی میشنوند اون رو قبول میکنند، شروع میکنند به اصطلاح کردار نیک و گفتار نیک و اون رو عمل میکنند و میشن کشتزار سبز. برخی دیگه نه، برخی دیگه این ظرفیتشون اینطوریه که مثل زمین خشک به اصطلاح صخره‌ای هستند که بارون که اومد این آب رو تو خودشون نگه میدارن. بعد مردم میان از این آب میگیرن، مینوشن، برای کشتزار ازش استفاده میکنن. در حال این یک نقش بسیار خوبی رو ادا میکنه یک دعوتگر، یک عالم، یک اندیشمند. برخی دیگه اینطوری هستن که شوره‌زارن، وقتی بارون میاد هیچ بارونی رو نگه نمیدارن، هیچ سبززاری ازشون در نمیاد، هیچ به اصطلاح فایده ای ازشون نیست. ما در جامعه افراد مختلف رو داریم. باید این رو در هنگام دعوتمون، در هنگام امر به معروف و نهی از منکر مد نظر داشته باشیم. نکنه که عدم موفقیت ما در موردی، حرفمون رو کسی نگرفت در موردی، باعث بشه که ما ناامید بشیم، بگیم آقا فایده ای پس نداره، من هر زحمت خودم رو کشیدم، من حرف خودم رو زدم، اما کسی نیست که حرف من رو گوش بده. ببینید رابطه ما با بنده نیست، با افراد نیست، رابطه ما با خدامونه. من کار خوبی کردم، اجر و پاداشش رو از خدام گرفتم، تو حسابم گذاشته تو بهشت. الان طرف مقابل حرف من رو میگیره نمیگیره، مردم حرف من رو میگیرن نمیگیرن، برام نباید زیاد به اصطلاح مهم باشه. بله موفقیت منو شاد خواهد کرد، اما عدم موفقیت رو نباید شکست تلقی کنم، چون که عدم موفقیت من به اصطلاح شهادت من هست. خیلی ممنونم و وقتمون به پایان رسید. من تشکر میکنم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و صحبت شما رو در کمتر از نیم دقیقه با بینندگان عزیز صحبت پایانتون رو میشنویم. در پایان فقط از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید کمال سپاس و تشکر رو دارم و از شما و شبکه جهانی وصال حق که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید هم کمال سپاس و تشکر رو دارم. خدا یار و نگهدارتون. خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیزم، تشکر میکنم از اینکه برنامه خودتون رو تا این لحظه یاری کردید. کسی که امر معروف میکنه و نهی از منکر به مانند یک پزشکی که به دنبال حل مشکل بیمار خودشه، به دنبال دارو و درمانه و اگر مجبور بشه عضوی رو هم قطع بکنه، در نهایت این کار رو خواهد کرد. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.